عرض سلام و ادب خدمت همه هموطنان عزیزان و برادران قند. امیدوارم که تنصیحت و سلامت باشید. برادران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، امروز تصمیم گرفتیم در یک برنامه در حضور شما قرار بگیریم، راجع چند موضوع صحبت داشته باشیم. اگرچه ما قبلا روزهای یکشنبه پخشای مستقیم نداشتیم، ولی با انتخاب برنامه نو و سفرهایی که داشتیم تصمیم گرفتیم که یک برنامه داشته باشیم، زیرا در نشست ما، در اشتراک ما در کشور لهستان شهر وشرا در کنفرانس سحه، ما توانایی پخش مستقیم و گزارش رو نداشتیم با سبب های اونی که لوازمات تکنیکی رو متاسفانه یک قسمتش رو به خود نبرده بودیم و این باعث کشید ما نتوانیم یک گزارش مفصل و اینکه گزارش های مفصل از اونجا به نشر شما برسونیم. بر اساس همین ما تصمیم گرفتیم که امروز در برنامه قدرت و حقیقت در حضور شما قرار بگیریم و در آینده نیز این برنامه را که برای مکالمه سیاسی و آشکار کردن حقایق در قدرت تاجیکستان و در سیاست برگزار و تهیه کردیم صحبت خواهیم کرد و در حضور شما قرار خواهیم گرفت. امروز من میخوام در 3 موضوع صحبت کنم برادران و خواهران عزیز و گرامی. موضوع اولی من اشتراک فعالان جامعه مدنی، احزاب‌های سیاسی، جنبش‌های سیاسی در کنفرانس سازمان امنیتی همکاری، موضوعی پارلمانی که در دوشنبه برگزار شد به مناسبت 30 سالگی سرقانونی جمهوری تاجیکستان، و موضوع سوم موضوع سفر امام علی رحمان به ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد از، بازم تاکید میکنم که بعد از حادثه های خونریزی و بازداشت زیادی فعالان جامعه مدنی. برادران و خواهران عزیز و گرامی، هم پیش از آنی که به موضوع داخل شویم من میخواهم در باره کنفرانس امنیتی همکاری اروپا کمی توضیح بدهم و چارچوب آنها را برای شما بخوانم و بگویم و بعدا برمیگردیم به موضوع اصلی. و ما در همین موضوع چندین مهمان ها را به خود دعوت کردیم که در روند برنامه درباره اشتراک آنها و فعالیت سیاسی آنها و مفاد و ضرر آن صحبت خواهیم کرد و سوال خواهیم کرد. برای همین من میخوام کمی گزارش بدیم، کمی روشنی بیاندازم در مفهوم کنفرانس سازمان امنیتی همکاری اروپا، تا اینه که شما بدانید که این سازمان در نقطه سازمان امنیتی همکاری اروپا یک سازمان بین المللی است که با تحکیم صلح، امنیت و حفظ حقوق انسان روانه شده است. کنفرانس هایی که در دایره همین سازمان برگزار میشوند امکانیت میدهند که نمایندگان حکومت ها، مخصوصا سالهای گذشته شما میدیدید که نماینده حکومت ها، حکومت امام علی رحمانوف اشتراک میکرد و حکومت های دیگر کشورها، جامعه شهروندی و گروه های مخالفان با هم مشارکت میکنند. ببینید دوستان گرامی، در اینجا یک میزی مدوری برای بین سیاسیون و حکومت برگزار کرده میشد و سازمان های دیگر. نقطه دوم اشتراک احزاب ها و جنبش های سیاسی، اشتراک مثلا بیشتر از احزاب های سیاسی که زیر آنها می توانند همچون نمایندگان مخالفت های سیاسی داخلی شناخته شدند. این شخصیت ها عادتا برای نمایندگی از دفاع و منافع سیاسی و اجتماعی خود به نمایندگان کشورهای ابرقدرت، سازمان های حقوق بشر و سازمان های بین المللی وارد گفتگو شوند و این دایره هست که این سازمان برای سازمان جامعه شهروندی، احزاب های سیاسی و جنبش ها این امکانیت را فراهم میکند تا اینکه بتوانند گفتگوی داشته باشند و ملاقات ها لوازماتی که لازم است برای پیشبرد جامعه شهروندی و پیشبرد حقوق انسان در اونجا ارائه کنند. نقطه سوم دیدار و مذاکرات با کشورهای ابرقدرت. در چنین کنفرانس ها مذاکرات میان مخالفان و نمایندگان کشورهای ابرقدرت از جمله ایالات متحده، روسیه که متاسفانه امسال با سبب‌های اشتراک نداشت، اتحادیه اروپا اهمیتی زیاد دارد، یعنی یا میتونن زیاد اشتراک کنند. این کشورهایی که ما اسم بردیم یک کشورهای تاثیر کننده هستند که
واقعا ملاقات با این کشورها میتواند تأثیری در سیاست‌های یک کشور خرد به مثل تاجیکستان داشته باشد. نقطه چهارم، روابط با سازمان‌های حقوق بشر. نمایندگان این سازمان‌های حقوق بشر نیز نقشی مهمی را می‌بازند. آنها می‌توانند از جهت قانونیت و عدالت در کشورهای مختلف بها دهند، گزارش‌ها ترتیب دهند و برای حفظ حقوق سیاستمداران شهروندی و احزاب‌های سیاسی کمک کنند. حمایت حقوق انسان، آزادی سخن و حق اشتراک در حیات موضوع مرکزی این بخش برنامه خواهند بود. دوستان گرامی، من چند نقطه دیگر رو ذکر میکنم که واقعا احزاب‌های سیاسی که در این کنفرانس ها شرکت میکنند واقعا با این سازمان‌های حقوقی ملاقات میکنن، آشنا میشوند و از طریق این سازمان ها تمام ناعدالتی ها و قانون شکنی هایی که در داخل وطن ما تاجیکستان صورت میگیرد با اینها شریک میگذارند و این سازمان ها همینطوری که شما میبینید در تمام سامانه ها موادهایی نشر میکنند از داخل تاجیکستان، از مشکلات مردمی ما. این یکی از سببهاش و منشأش همینی است که این احزاب‌های سیاسی، جامعه شهروندی، جنبش‌های سیاسی اونجا اشتراک میکنند و این گزارش‌ها را با این سازمان‌ها میتیند. نقطه پنجم، مسئله قانونمندی. یکی از بحث‌های احتمالی میتواند در اطراف قانونمندی اشتراکچیان باشد. یا آنها نمایندگان قانون‌های احزابی سیاسی و جنبش‌ها هستند یا دولت‌های خود یا سازمان‌های بین‌المللی آنها را چنین اعتراف می‌کنند. سوال می‌تواند برای اشتراک آنها در کنفرانس تأثیر داشته باشد. خب دوستان گرامی، شما هم می‌دانید ما در این کنفرانس‌ها دوستان گرامی ببخشید صدای من در پخش مستقیم در فیسبوک یوتیوب هست، چون من احساس میکنم که برادرها تا اندازه‌ای صدای من نمیشنون. اگر صدای من باشد یا صحبت کنید، من چی میکنم. صدای من هست؟ برادرها صدای من هست؟ چی فکر کنم اینترنتم. بله، یک برادر نوشتن در یوتیوب هست، این کافی است. ان شاء الله که در یوتیوب باشد، حتما در فیسبوک صدای ما می رود. دوستان گرامی، من همطوری که ذکر کردم در موضوع کنفرانسی سازمان امنیتی همکاری اروپا یک منبری خیلی مهم برای اشتراک سازمان‌های مخصوصا مخالف حکومتی که در خارج کشور قرار دارند بسیار مهم است، زیرا طریق تمام یعنی ناعدالتی هایی که در تاجیکستان گذشته می رود آنها را به این سازمان ها برسانند و این سازمان ها می توانند قدرتی که در تاجیکستان تاثیر دارند این تاثیر را به حکومت های منطقه حاکمیت را غصب کردن تاثیر بگذارند، می توانند تحریم ها ایجاد کنند و از طریق این تحریم ها حکومت را مجبور می کنند که زندان های سیاسی را آزاد کند. علاوه بر این برای قانونمندی و اجرای قانون در تاجیکستان چکار کند؟ تلاش بیارزد. علاوه بر این برای قانون ویران کنی که از جانب اشخاص های معین که ما می توانیم وقتی که حاکمیت غصب کرده می شود از جانب یک گروه و یا عده یا یک خانواده، در اینجا زوری ها و تقبازی و فشار بالای مردم عادی زیادتر کرده می شود و از این سبب که سازمان های مخالف در خارج کشور، احزاب های سیاسی، جامعه مدنی به این سازمان ها مراجعت کنند و گزارش بدهند از کارهای غیر قانونی در این کشور، این باعث می گردد که اون سازمان ها اینها را چکار کنند؟ در گزارش های خود نشر کنند و علاوه بر این به کشورها به همین کشوری که قانون انسان را میشکند و از قانونهای دموکراتی پیش نمی رود و از ظلم و ستم و ظلم کردن پیش می رود، باید تحریم ایجاد کرده بشود. تحریم در کشورهای دیکتاتوری، کسانی کشورهایی که اقتصادشان ضعیف است،
واقعا یک اثر خیلی مهمی، یک تاثیر خیلی مهمی دارد. شما بدانید که اگر که امروز یک کشور ابوالقدرت که یا اینکه کشورهای اتحادیه اروپا یک قانون قبول کنند که هواپیمای امام علی رحمانوف یا اینکه شرکتی به سامان ایری که تعلق به خانواده امام علی رحمانوف حسن اسدالله دارد که دامادی امام علی رحمانوف است یا که جیانش است، اگر داماد عروسش است اشتباه نکنم، اگر که به اون بگذارن و اون به هوای این اروپا پرواز نکند، از چقدر برای ما تاثیر میگذارد که این هواپیما شکست میخورد و مجبور میشود که یک هواپیمای دولتی که فایدهش به نفوع یعنی به فایده مردم است، تجیک ایر که اون از حساب بودجه دولت است، دویم باره فعال شود و اون پول به جیبی حسنی اسدالله نیاید بلکه به جیبی مردم برود. علاوه بر این شما ببینید که حکمتداران ما مخصوصا امام علی رحمانوف با اولادش در کشورهای ابوالقدرت و مانند بریتانیا و کشورهای دیگر هزارها پول هنگفته ای رو جمع کردن که سیاسی اینجا به حد بیشتر باشد از طریق سازمان‌های بین المللی که در اینجا فشار آنها، گزارش آنها تاثیر کننده گرفتن این تحریم ها می شود، بسیار مفید برای جامعه تاجیکستان خواهد بود. برادران و خواهران گرامی، ما با چند برادر 5 نفر توانستیم در این کنفرانس اشتراک کنیم. من از برادرانی که در این کنفرانس اشتراک کردن حتما در آخری برنامه دعوت خواهم کرد و فکر نظر و دیدگاه آنها را خواهیم گرفت، زیرا ما در برنامه اول مهمانهای دیگه داریم. ما امروز طوری که برامون مهمانها را دعوت کرده بودیم معظمه قادری و وکیل شناخته تاجیکستان که بسیار در تاجیکستان معروف بودند و از حقوق وکیل دیگر بزرگمیر یاروف دفاع میکردن و اون انسان در این کنفرانس اشتراک کردن، در موضوعهای گوناگونی صحبت کردن، مخصوصا در موضوع اقلیت و تبعیض سیاسی که این بسیار یک نقطه خیلی مهم بود که ایشان در اونجا به نقطه های مهمی یک کلن، یک خانواده ای که از یک منطقه دنغره برخواستن و امروز تمام تاجیکستان را غصب کردن صحبت کردن و دیگه موضوع ها ایشان اشتراک خواهند کرد. دوم اکمل استنیف که یک فعال جامعه مدنی است دوستان خیلی ببخشید صدای ما هست، مشکلات اینترنتی پیش آمد، خیلی ببخشید دوستان. این چی هست برادران؟ دوم در برنامه ما اکمل استنه فعال جامعه مدنی که در این کنفرانس و کنفرانس های سالهای گذشته اشتراک کردن خواهم بود و اونها هم در موضوع گوناگون و مخصوصا بعد از صحبت کردن وکیل تاجیک خانم معظمه روزی زبان قرلقی را اعلان کردن و ما در این موضوع صحبت خواهیم کرد و یک جزئی از کشور ما مردم قرلق زندگی میکنند و این موضوع را بررسی خواهیم کرد و علاوه بر این با اکمل استنیف وقت میتیم که در این موضوع فکر نظرش را بگویند. علاوه بر این راهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان شرافالدین گدایف که از روز اول در این نشست اشتراک داشتن و صحبت کردن و با ملاقات های گوناگون داشتن، ایشان هم دعوت میکنیم در برنامه حضور خواهند کرد. و علاوه بر این ما از برادرانی که قطیمن رفته از آنها هم به مانندی عبدالحی ایشان عبدالحی و منوچهر کوهستانی که در آنجا اشتراک کردن با خود من بودن و انشاءالله در آخری برنامه دعوت خواهیم کرد و صحبت میکنیم. برادر اکمل استنیف پیوست شدن، اگر که برادر اکمل استنیف فرصت داشته باشین من شما را پیوست کنم و صحبت کنیم. برادر اکمل استنیف به برنامه امروز خوش آمدید. بسیار خوشحال شدم که امروز در کنار ما هستین. اکمل استنیف اولا تبریک میکنیم به اون روزی که شما اعلان کردید، روزی 9 اکتبر را همچون روزی زبان قرلقی. من افتخار میکنم که چون این روز را شما اعلان کردید، چون برای مردمی و اقوام قرلقی در تاجیکستان زندگی میکنن یک
گامی خیلی بلندی بود و امیدوارم که هر ملت در هر کشوری زندگی میکند توانایی اون داشته باشد که از زبان خود، از فرهنگ خود، از گذشته خود بداند و اون رو بیاموزد. کنم که در برنامه اشتراک کردین و وقت خود را تلف میکنید. بگوین که امسال فضای عمومی کنفرانس سازمان امنیتی همکاری اروپا چطور بود و شما از اونجا چی گرفتید؟ چگونه احساس کردید نبودن نمایندگان حکومت تاجیکستان را و فضای عمومی مخالفان و جامعه شهروندی در اون کنفرانس؟ خب درود و احترامات. صدای من هست؟ بله بله صدات هست. امیدوارم که یک و یک شما خوب صحت سلامت باشید. تشکر برای تکلیف در برنامه‌تان. بسیار معذرت میخوام که باز هم همون از تنایف همون در فرونت ماشین کوچه و راه و مبارزه ما دیگر همین است. بسیار معذرت از بیننده های شما میخوام. البته که برگردیم به کنفرانس، گویم امسال خصوصا من درباره قرقلپاق‌ها اولین بار ما تاجیک‌ها که اومده بودیم گویم که همین ترسیده بود. امسال همون سال 16 در یادم آمد که این حرکت و این خیزش، این شجاعت، این میدان‌ها گویم که ما همین طرزی که امسال قرقلپاق‌ها کرده. بسیار بگیم که یک کنفرانس خوب هم گذشت و علال خصوص برای بنده هر یک کنفرانس یک عبرتی هست، اصلا که از اونجا یک درس سیاسی، یک مکتب سیاسی، یک رویه جامعه سازی که ده ها انسان ها در اونجا گوناگون پیشنهاد ها، گوناگون مشورت ها و گوناگون کمبودی ها. البته که از این کنفرانس بسیار برای خود بسیار یک درس کلان آموخته می‌شود. نمایندگان حکومت تاجیکستان یا که حکومت رحمانوف امسال اشتراک نکردن، آیا این فضا احساس کردن میشد که اینها چرا اشتراک نکردن و یا نبودن؟ یک سالهای قبلی وقتی که بودن از این سال چی فرق میکرد؟ خب ببینین، وقتی که ما میگیم چرا حکومت رحمانوف اشتراک نمیکنه، حکومت رحمانوف اصلا ما اگر حکومت دیکتاتوری گوییم اشتباه میکنیم. البته که این با یک حکومت منارخی رفتگی است، دیگر این منارخی شدگی است. حکومت منارخی از همه طرف کوشش میکنه که خودداری کنه و امروز هم دوره گویم همون خلق تاجیکستان زلاجنیکی همین شاه شدگی است که حتی که میخواه امروز میتونه که دنغره را به رحمان آباد یا رحمان فلانی گذاره، فردا میتونه دوشنبه را رستم آباد گذاره. مثال گیریم روز دیگه قرغان تپه را بازم باختر کرده بودن، گیرانه اسماعیل آباد گذاره. یعنی که این حکومت به یک حکومت منارخی تبدیل شدگی است، دیگر حرف دفاع از خود ندارن. دزدی ها، آدم ربایی ها، سودهای درهای بسته، گویم این حکومت کلان یک منارخیا فاشیست منارخیای فاشیستی شدگی است. نه منارخیای تنها، بلکه منارخیای فاشیستی شدگی است. اگر کمی دیگر توانایی داشته باشه، البته که همون مثل پوتین با ازبکستان یا با یک قرقیزستان، با یک کشور دیگر حتما حمله کرده جنگ اعلان میکنه. فقط اون کاری که نکرده ایستاده است، توانایی نداره. برادر اکمل از تنایف، درباره صحبت‌هایی که کردن در کنفرانس و اعلان روز زبان، آیا شما علاوه بر اینه که اعلان کردن آیا مراجعت کردید به یگان سازمان بین المللی کشورهای ابوالقدرت برای دستگیری کردن چنین یک روز و بهتر ساختن وضع زبان قرقلقی در قلمرو تاجیکستان خارج از آن؟ البته که من این روزا واقعا اولین بار که زبان بگیم مادری من و قرقلقی و زبان یکی بگیم همزبان من که لقایی بود، اولین بار در بین الملل، یعنی بعد شاید 1000 ساله ها گویم یا چند صد ساله ها، اولین بار در یک کنفرانس بین الملل
اولا مینادوری از شما میکنیم و از خانم معظمه میکنیم از این فرصت استفاده برده که وقتی به من نرسید که برآمد کردن و شما برآمد خود تغییر داده گویم که شخصا بنده را دستگیری کردین و سخنرانی کردین، حرفای مرا گفتین در اونجا. از هر شما به نهایت بگیم مینادور هستم. البته که اولین بار بعد چند صد ساله ها خاموشی و بگیم که باعث یک زبان، باعث یک ملت، باعث یک گویم انسان که حساب نمیشید در یگان جا، حتی که بارها هم من در تاجیکستان خودم کوشش کردگی هستم که در حجت های ما گویم ملت ما نوشته شود. بعد از صدا دادن این نام های این زبان در بین الملل، البته بسیار انسان ها توجه کردن. بعد از این آمدن با من علاهیدگی صحبت کردن. بعد از او در کنفرانسی گویم که خصوصا در قرقلپاقا باز گویم بنده سخنرانی کردم از همین شرایط حالی که قرلوق لقای در تاجیکستان داره، این شرایط مردم تاجیک در ازبکستان داره. البته از هر دینو حرف زدم، گفتم. بعد از او بسیار انسان ها با من بگیم صحبت کردن، رقم های تلفن، فیسبوک، دیگر چیزها گویم توییتر، دیگر چیزها را ما ایواز کردیم. بله وعده ها هستن که ما اگر که شما کوشش کنین یک چند انسان دیگر همراه شما اگر در بر شما باشه، ما یک سنتر کلتورا یعنی رازویتی سنتر کلتورا رازویتی زبان قرلوقی تا اینکه شما توانین در اونجا کار کرده کتابی خدا و کم معلومات یعنی مرکز پژوهشی زبان قرلوقی. بله کم از من معلومات پرسیدن درباره یگان چیزهایی که داره که در ادبیات و در چیزهایی باشه. البته شعرها چندین گویم که مثلا گروغلی و غیره بسیار چیزهایی داره که بگیم که خصوصا در ادبیات قلقی بگیم ادبیات قلقی است که امروز در زبان‌ها یا در عقل‌های مردم جمع هستن اما روی کاغذ نیستن. گفتن که ما حتما کوشش میکنیم، کمک میکنیم و گرانت هم جدا کرده میتیم تا که شما آدماتون باشه که اینا را نوشته کتاب روی کاغذ بیاره. این وعده بود. زنده و سلامت باشه اکمل حسنی. یک چیز دیگر من همینجا یادآوری کنم که برادرها و خواهران عزیز، واقعا زیبایی در یک جو زنده انسانیت، در یک جو زندگی کردنشون است که ما از حقوق یکدیگر دفاع میکنیم. وقتی که ما بار اومدیم در اونجا از زبان قرلوقی دفاع کردیم، برادر ما اکمل حسنی بعد از یک ساعت در کنفرانسی بین قرلوق‌ها که در اونجا رابطه مربوط به ازبکستان بود، از تاجیکان که در آنجا اونها ازبکستان در اونها زیر ظلم و شکنجه و اذیت قرار دارند و حتی اکمل حسنی هم اونجا ذکر کردن که در مدت 3 روز پاسپورت های اونها را همه را تغییر دادن و ازبک اونها را تغییر دادن. این زیباییش در همین است که ما از این طرف دفاع کردیم و اونجا دفاع کردن. و در سوئیسیا، در کشور سوئیسیا که اونجا 5 سال زندگی کردم، یک قانونی وجود داره که هر کسی که از 5 نفر فرزندش زیاد شد از یک ملت دارد، حقی درخواست دارد که زبان مادریش در مکتب براش معلم میگیره، زبان مادریش بیاموزه. این به معنای چی کردن نیست که نه اون ملت و کشور تو و بالای کشور تو میگیره، به معنای احترام انسانیت و ارزش فرهنگ هاست و باید ما این فرهنگ ها را دفاع کنیم و اونها در سرزمین ما هستند و اونها هم یعنی هم کشور در چارچوب روزه دولت سازی هم ملت ما هم میهن ما هستند. این چارچوب دونیم که در دوران دولت سازی امروزه هر یک انسان تعلق به همون دولت داره، یعنی به همون سرزمین داره، باید در اونجا هر زبانی که داشته باشه زبانش مختلف شود. امروز یک کس امریکایی رفت، امریکایی این اسمش میگیرن، دیگر چیز نامش نمیگیرن. به همین خاطر برادر اکمل اگر سه آخر سخن گفتنی باشید میتونید فرمایید، بعداً شروع دیگر رو هم دعوت کنیم صحبت کنن. بله آخر سخن یعنی که مردم عزیز ما واقعا هم از بسیار چیزهای وطنسازی دورتر هستند متاسفانه. البته که من برای مردم اون نواری که از قرقلپاقا که در سایدوند بود اون نوار به من فرستاندگی هستند. یک دو خطاگی که داره در اونجا در زبان من در پروگرامیست دادگی هستم او را اصلاح میکنه و روزهای نزدیک بگه مسئله همون سمرقند و بخارا چکلی که در کامنت ها مردم زیاد نوشتن که چرا شما ازبک ها را دفاع میکنین و تاجیکای خودتون در سمرقند اذیت داره دفاع نمیکنین. البته که
برادر تاجیک که از زبان من دفاع کرد، باز من بگم که قرلوق باز از زبان بگم برادر تاجیکم از سمرقند و بخارا دفاع کردم. روزهای نزدیک البته او را چاپ میکنیم تا که مردم آرام شوند و ببینند. بسیار سپاس برای تکلیفتون. همه وقت مردم دست به دست باشه، فرهنگ و مدنیت، زبان های یکدیگر اعتراف داشته باشیم، مدنیت فرهنگ هم یکدیگر اعتراف داشته باشیم. از تاجیکستان خواهش میکنیم که برای مردم بگیم دیگر قوم و قبیله ها اجازه داده شود تا که اونها همون مرکز کلتوری خود کشایند، تا که اونها سرودهای خود، فرهنگهای خود، لباس خود و گویم همون علمی خود رشد بتن. البته که تاجیکستان با رنگارنگی زیباست. زنده و سلامت باشید. تشکر از اشتراک در برنامه. ان شاءالله که در برنامه بعدی بازم راجع به این موضوع ها ان شاءالله دعوت خواهیم شما رو و فکر شما رو میگیریم. زنده و سلامت باشین. سپاس. اپای معظمه شما متاسفانه همون چیتون نیست، کامراتون نیست. به نظرم که شما کامراتون رو خاموش کردین از نو اگر داخل شین ان شاءالله که بهتر بشه. اکای شرفدین سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه. من برادر شرفدین گدای زنگ زده بودم، من ترکی در اولی برنامه براش معرفیش کردیم. برادر ما شرفدین گدای راهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند و ما در روند کنفرانسشون از روز اول در اونجا تا آخر دیدیم و صحبت‌های طولانی هم داشتیم، ولی امروز برای بینندگان و شنونده‌های تاجیک خواستیم فکر نظرش رو راجع به این کنفرانس بگیریم و میخوام که شرفدین یک بپرسم که فرقیت سازمان و اشتراک آن در آن چگونه بود برای شما و این سال از سال گذشته ها؟ به نام خداوند و بخشنده و مهربان، درود و سلام به شما و بینندگان شما. به نظر من کنفرانسی که امسال گذشت خیلی خوب گذشت و خیلی از جامعه مدنی تاجیکستان در این کنفرانس فعالانه شرکت داشتند و شرکت اینها بسیار مهم است و اینها پیام‌های خوبی به جامعه اروپا و به جامعه بین المللی دادند و این پیام ها البته ثبت می شود. شما مطمئن باشید که در همه کنفرانس هایی که همچنین مثل سازمان امنیتی همکاری اروپا برگزار می شود وابسته به دفتر حقوق انسان و اینا همه بسته‌بندی می شوند و اینها همه معلومات ها جمع آوری کرده می شوند. من خیلی از همه برادرانی که در این کنفرانس فعالانه شرکت کردند از همه اونا تشکری میگم و واقعا هم ما باید در مسئله های ملی، در مسئله های آینده کشورمان نابسته از آنی که در کدام حزب و حرکت و گروه هستیم باید در همه چاره‌بینی های بین المللی در سطح بین المللی برگزار کرده می شود. باید که شرکت کنیم و موقعی خودمان را و مشکلات جامعه تاجیکستان را مطرح کنیم. متاسفانه چند سال اخیر می شود که حکومت تاجیکستان در چنین نشست‌ها شرکت نمی ورزند و شرکت نورزیدن آنها این است که دیگر حکومت تاجیکستان آشکار میگوید که من هیچ سندهای حقوقی که و تاجیکستان آنها را امضا کرده است و عهده‌داری خودش را گرفته است و آنها را رعایت نمی کند و به این خاطر است که وقتی که اگر بیاید به همچنین یک سازمان ها و از آنها طلب کرده می شود که شما طبق عهده‌داری هایتان باید که حقوق انسان را در تاجیکستان نقض نکنید، مثال زندانیان سیاسیتان را آزاد کنید و مشکلات تاجیکستان را وقتی آنها میخواهند مطرح کنند با حکومت تاجیکستان و حکومت تاجیکستان میداند مشکلات را، حکومت جنایت صادر میکند و رژیم رحمانوف جنایت های خیلی سنگین صادر کرده که از فرض مثال در همین 10 سال آخر ما نگاه کنیم فقط کارش قتل و کشتار و زندان کردن است و سرکوبی خیلی سنگینانه را بالای مردم تاجیکستان پیاده کرده است و قتل و کشتارهای عمومی که در بدخشان صورت گرفتند این خودش علاقه یک جنایت بین المللی است و جنایت ضد بشری است
و باید برای اینها پاسخ گرد و این معنای آن را دارد که حکومت تاجیکستان در برابر جنایت هایی که صادر کرده است، یعنی که جنایت های کرده است را به دوش میگیرد، یعنی که در چنین سازمان ها و در چنین جماعت ها شرکت نکردنش این معنای آن را دارد که بله ما جنایت صادر کرده هستیم، جنایت های خودمان را میگوید بر دوش میگیریم. یعنی این اقرار حکومت تاجیکستان در قبال جنایت های صادر کرده هست. هیچ جنایتکار خودش با دست خودش به دادگاه نمی آید و این حکومت تاجیکستان یک گروه جنایتکاران هستند که در مقابل ملت و مردم تاجیکستان جنایت های خیلی سنگین صادر کرده هستند و به این خاطر است که آنها شرکت نکردند در این کنفرانس و امیدوار هستیم که جامعه جهانی آهسته آهسته به این نتیجه باید برسد که رحمانوف را وادار کند یا زندانیان سیاسی را آزاد کند و یا اینکه مسئله و مشکلاتی که امروز ملت تاجیک در برابر رحمانوف دارد اینا چیکار کند، حل و فصل کند. چون نه بلکه مردم تاجیکستان تنها در مقابل این نظام عهدهدار و وظیفه‌دار است که این نظام مبارزه برند و آزاد کنند و جامعه جهانی هم و مسئولیت دارد و چون وقتی که حقوق انسان نقض می شود، وقتی که نظام امام علی رحمانوف مردم عامه را عام را که به خاطر حقوق آزادی هاشان به میدان میبرند، اونها را تیرباران میکنند، میکشند، باید که جامعه جهانی موقعی آشکار در مقابل نظام امام علی رحمانوف داشته باشد. اگر شرفتین شما نقطه خیلی مهم از ذکر کردید، ولی در همون کنفرانس هم شما اشتراک داشتید. زیادی از نمایندگان تاجیکستان، منظور جامعه شهروندی و نمایندگان احزاب‌های سیاسی در این کنفرانس زیاد گله از اون میکردن که ما همیشه حرف میزنیم، گزارش میدیم و این گزارش ها شنیده نمیشد و هیچ کارهای عملی صورت نگرفت. از دید شما آیا همون طرز بیان ما و رسانیدن ما در این کنفرانس نادرست بوده است و یا اینکه چه چیزی مشکلی دیگه وجود داره که تا امروز ما موفق نشدیم یا اینکه مخالفان موفق نشدن تحریم یک کاری سخت در مقابل رحمانوف از جانب همین کشورهای ابرقدرت و یا اینکه سازمان‌ها گرفته شود؟ من فکر میکنم که بعض برخورد دوستان و عزیزان ما با جامعه، با دیپلمات ها، با کار کردن با سازمان های بین المللی نادرست است و باید که دوستانی که به این نظر هستند که حرف اونها شنیده نمی شود باید که پیش از آن ببینن که چه حرفی برای گفتن دارن و چگونه طرز مهمی رساندن حرف مهم است. و البته بسیار با هایی که می شود وقتی که ما با دیپلمات ها روبرو می شویم و هم صحبت می شویم و مسئله ها را ما آشکار و شفاف و دقیق می رسانیم و باید که وقتی شما حرفتان رو در اونجا میگویید و غیر از این باید که طلب کنید با نماینده های دیگر دولت ها که آنها تاثیرگذار هستند در مسئله تاجیکستان، آنها تاثیرگذار هستند در مسئله حمایت حقوق انسان، با آنها دیدار و گفتگو کرده شود و آنها موقعی را درست با آنها رسانده شود و همکاری ها باید بین کشورها و بین جامعه مدنی تاجیکستان صورت بگیرد و همه چیز نمی شود که آشکار باید که در یک تالار حل و فصل خود پیدا کند. باید که کارهای دیپلماتی خیلی زیاد با سازمان های بین المللی و دیپلمات ها بردن در کار تا اینکه حرفی گفته شما در اون تالار به یک نتیجه رسد. من فکر میکنم که دوستان اون چیزی که حالا ما خودمان با دیپلمات ها صحبت داشتیم، با شخصانی که وابسته نمایندگان دیگر کشورها هستند صحبت داشتیم و ما موقع خودمون رساندیم و من بعد باز با اونها واقعه های دیگری انجام خواهیم داد که در دایره اون باز مشکلات های تاجیکستان رو خوبتر و سه‌تر با اونها رسانیم که بعد مشکلات ما با اون چیزی که در تاجیکستان میگذرد رسیدگی کنند. البته نباید از این ناامید شد و این میدان ها هستند که برای گفتگو هستند. میدان خودی همین سازمان سازمان امنیت همکاری اروپا که در برگزار می شود، این یک میدانی هست که
майдон барои гуфтугӯ аст. Шумо бояд ки дар инҷо мавқеи худатонро, мушкилоти худатонро гӯед ва дар он ҷо дигар кишварҳо мешунаванд, шуморо онҳо қайд мекунанд ва дар гуфтугӯҳо бо кишвари Тоҷикистон онҳо мавқеъ мегиранд. ино бетаъсир нестанд ва бояд ки корҳои дипломатиро бо кишварҳо бештар кардан дар кор ва тарзи дурусти корро ба онҳо хуб бароҳ мондан дар кор. اگر شرفتین شما قبلا در این کنفرانس اشتراک کرده بودید و زیر راهبر پیمان ملی و حالا همچون یک انسان مستقل یا اینکه همچون یک رئیس جنبش مستقل، جنبش اصلاح و رشد، چه فرقیت میکند از اون سالهایی که شما قبلا بودید و این سال؟ آیا فرقیتی وجود داشت در ملاقات ها، گفتگوها و اشتراک شما در اونجا، در سخنرانی شما؟ آیا نوآوری دیده میشد و یا اینکه چیزهایی بود که فرقیت میکرد؟ ببینید در دایره وقتی پیمان ملی تاجیکستان بود اونجا دیگر مسئولان خودشان بودند و مسئول روابط خارجی اونها خودشان مسئله رو با راهبری پیمان ملی تاجیکستان براه می‌ماندند و ما همچون یک تشکیلات سیاسی در اونجا عمل میکردیم و حالا که باشد ما همچون یک تشکیلات مستقل عمل کرده ایستاده ایم و همچون موقعی جنبش اصلاحات و رشد با دیپلمات ها با سازمان های بین المللی در اونجا گفتگو کرده می شود. ما منفعت های خودی جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و برنامه های خودی جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان رو پیشبری میکنیم که این ببینید برنامه جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان به هیچ هدف های دیگر حزب و حرکت ها و گروه ها مخالف نیست. برعکس من فکر میکنم که همه حزب و حرکت ها یکی در مقابل رحمانوف قرار دارند ما دیدگاه های مشترک داریم و در بعضی راه و روش ها البته ما فکر و نظرهای گوناگون داریم. فقط راه و روش و رسیدن به هدف های ما شاید که فرق کننده باشد، ولی بیشتر هدف ها من فکر میکنم که با دوستان و برادران یک است. یعنی شما میگید که امسال شما توانستید بیشتر عمل کنید در جاده رسانیدن اهداف جنبشی اصلاحات و رشد تاجیکستان نظر به سال قبل، میشد این رو گفت؟ یعنی ببینید جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان یک در نزد خود مقصد و هدفهای خیلی هم بزرگتر گذاشتگی است و حالا خیلی مسئولیت های سنگین و گران رو هم به دوش گرفتگی است برای آزاد کردن تاجیکستان از نظام دیکتاتوری و رساندن تاجیکستان به یک جامعه آزاد و دموکراتی. این هدف مهم رو در نزد خود گذاشتگی است. البته این با ما رو مجبور می‌سازد که بیشتر با سازمان ها کار کنیم و هدف های جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان رو به شریکان بین المللیمون بیشتر آشنا سازیم و با اونها مناسبت های نزدیکتر انجام دهیم که تا از برنامه و فکر اندیشه و آینده سازی کشور ما برخوردار باشند. اگر شما اگر که از دورتر بریم کمی گفتید که بعد از خارج شدن شما ساختارها ساختید و چه نوآوری در این جنبش بعد از خارج شدن وارد کردید یا اینکه این جنبش ساختارهاش در هم دوران قبلا ساخته شده بود و تنها از پیمان خارج شدید؟ ببینید ما مدت 6 سال با پیمان ملی تاجیکستان همکاری زیست داشتیم و جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بسیاری از اعضایانش در بسیار از ساختارهای پیمان کار و فعالیت میکردند. ما بیشتر تمامی تلاشمان برای این بود که پیمان رو همچون یک حرکت سیاسی یک پیمانی که میتواند یک نظام استرکتوری که میتواند مقابل نظام مبارزه برد در اونجا پرقوت ساختیم و با اون پیمان میخواستیم کار فعالیت میکنیم و بعضی دید و نظرهای ما با دوستان درست نآمدن و ما از این پیمان خارج شدیم. ولی در ساختن جنبش اصلاحات و ساختارهای جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان حالا ما قدم به قدم این ساختارها رو ساخته ایستاده ایم.
چون شما خودتان شاهد هستید که بیشتر از 1 ماه می شود الکی که ما 2 ماه می شود که ما الکی مستقلانه فعالیت کرده ایستاده ایم. دیگر به هیچ حزب و حرکت و گروه تابع نیستیم و همکاری نمی کنیم و خودمان مستقیما سیاست جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان را پیش میبریم. به این خاطر حالا بعضی مشکلات ها در داخل جنبش در مسئله ساختارها وجود دارد و قدم به قدم ما ساختارها را می سازیم و ما نیاز داریم به دوستان و برادرانی که دانشمند هستند و دارای عقل و فهمیش سیاسی هستند. ما با آنها نیاز داریم. اگر همچنین شخصان و افرادی باشد و جنبش اصلاحات درهایش باز است و میتواند با همه شهروندانی که برای رسیدن به هدف و اهداف‌های ما که یک جامعه آزاد دموکراتیک در تاجیکستان است کمک کنند، ما از اون دوستان می‌ندار میشیم. اگر جناب شما امسال دیدارهای زیادی داشته در دایره کنفرانس امساله، آیا احساسی پذیرفتن از جانب تشکیلات‌های حقوقی، سازمان‌های حقوقی کشورهایی که در اونجا عضو هستند بهتر بود نظر به سال بعد؟ آیا شما ملاقات‌ها داشتید و گفتگو کردید نسبت به وضعیت کنونی امروزه تاجیکستان و آیا شما رو بیشتر شنویدن به سال‌های قبلی، یا اینکه سال‌های قبلی شما فقط برآمد می‌کردید ولی امسال زیاد کوشش کردید که موقع خود رو بیشتر با اونها برسانید و از حقوق مردم تاجیکستان دفاع کنید؟ چیزی که قبلا من گفته بودم، ما بیشتر وقت این مسئله ها را خودی پیمان ملی تاجیکستان بررسی میکردن و در داخل این چارچوبه اون مسئله حل میشد و حالا اینکه ما بیرون شدیم همه مسئله ها در دایره سیاست خود جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان صورت میگیرد. البته جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان یک جنبش خیلی جوان هستند و از اکثریت اعضایان جنبش بچه های جوان و تحصیل کرده در کشورهای غرب و در کشورهای بعضی عربی هستند. البته این شخصانی هستند که خودشان بعضی مسئله ها را مطرح میکنند با دیپلمات ها و با سازمان های بین المللی و در گفتگوها هستند و ما نیز در این مسئله بعضی مسئله ها را اونها پیشکی آموده کرده بودند که ما در چارچوبه برنامه سازمان امنیتی همکاری اروپا در اونجا واخوردیم، با اون دیپلمات ها صحبت کردیم. من فکر میکنم جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان رو خیلی خوب پرستادن در کشورهای غربی و در کشورهای غربی ما رو خیلی خوب قبول میکنن، چون برنامه‌ای که ما داریم به برنامه کشورهای غربی خیلی نزدیک است و اون پرینسیپ ها و اون چیزهایی که برای رشد دموکراسی، برای رشد جامعه تاجیکستان ضرور است، این در برنامه ما هست و وقتی ما برنامه خودمون رو با کشورهای اروپایی پیشنهاد میکنیم و کشورهای امریکا و دیگر جاها مسئله خودمون رو مطرح میکنیم، آنها خوب و خوش پذیرفته میشوند، چون هم ما نسل جوان هستیم و نسلی هستیم که بعد از اتحاد شوروی هستیم و ما و هیچ رابطه‌ای با اون نداریم و نسلی هستیم که دید و نظر و دیدگاه ما فرق کننده است و ما میخوایم یک تاجیکستان رو در شکلی بسیار پیشرفته ببینیم و به این خاطر است که خیلی از کشورهای غربی با برنامه ما نگاه و نظری خوبی دارن. اکای شهرالدین سلامت باشید. من زیاد سوال ندارم، اگر شما خیلی سخن گفتنی باشید به مردم تاجیکستان و یا اینکه الوطن از روند این کنفرانس اوضاع هستید میتونید صحبت کنید و بعدا ان شاء الله که صحبت من همین رو گفتنی هستم که مردم شریف تاجیکستان ناامید نباشند و من باور دارم که اون عملکردهایی که ما و شما انجام میدیم، اون کارهایی که ما و شما در سمت مبارزه بر ضد نظام انجام میدیم، اونها آیسته آیسته نتیجه میدهند و هم یگانه چیزی است که مردم نباید ناامیدی رو در دل خود راه دهد و ما انشالله که پیروز میشویم و پیروزی این یک پیروزی ملی است و باید که همه ما و شما در این پیروزی سهم داشته باشیم، چون من به تنهایی یا عبیدالله با تنهایی هیچ کاری کردن نمیتواند.
این ملت است که در مقابل یک نظام برمیخیزد، این ملت است که در مقابل این نظام کار کرده میتواند. ولی من عبیدالله با تنهایی هیچ کار کرده نمیتونیم. اگر شما در پهلوی ما باشید، اگر شما ما رو کمک کنید، اگر شما ما را با فکر و اندیشه و دیگر کارهایتان یاردم رسانید، البته که ما و شما پیروز میشویم. مهم این است که در روند مبارزه از همه امکانات هایی که دارید برای ما، برای برادران کمک کنید. من کمک مالی از کسی نمیپرسم، من تا امروز نپرسیدم و نمیپرسم. ولی اگر برادرانی که اصلا با کمک های ذهنی دارند و دانش و فهمیش دارند میتوانند در این سمت با ما کمک کنند، در پهلوی ما قرار بگیرن، ما را کمک کنند، ما از اون برادرها میندار میشیم. چون این یک مسئله ملی است، یک مسئله بسیار بزرگ است و باید که همه دوستان و برادران و همه فرزندان این ملت باید به همدیگر کمک کنیم که به یک تاجیکستان آزاد و دموکراتی برسیم. دیگر تمام برادر عزیز، خداوند شما را خیر بدهد و خداوند بر شما پیروزی و کامیابی را نصیب گرداند. خیلی زحمت ها میکشید، مهنت میکنید. دیگر خداوند همه ما و شما را در این راه پیروز گرداند. سلام علیکم و رحمت الله. زنده باشید. تشکر آقای شرفدین برای اشتراک در برنامه. با ما بودن شرفدین گدایف، رهبر جنبش اصلاح و رشد تاجیکستان. سلامت باشید. متاسفانه مهمان بعدی ما پای معظمه وکیل مدافع باید اشتراک میکردن، با سبب های تکنیکی به نظر من 3-4 بار به برنامه پیوست شدن و پیوست شدن نتوانستن. من با بار دیگر به ایشان نوشتم و منتظر میشویم که ایشان پیوست شوند. دوستان و هموطنان عزیز، همونطوری که اکمل استانای و شرفدین گدایف در موضوعهای گوناگون صحبت کردن، عقیده‌های خود رو گفتن. دوستان در کامنتار یا چیزهایی نوشتن که شاید از دیدی آنها درست‌تر باشد. برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم، زیبایی یک جامعه در گوناگون بودن آن است. اگر ما یک جامعه گوناگون نداشته باشیم، گوناگون اندیشی و پذیرش گوناگونی در جامعه ما نباشد، اون جامعه ما به فنا می رود. و از همه شما خواهش میکنم برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم که شما بدانید که در دولت‌های اسلامی که قلبی اسلام است، در آنجا تا امروز 100% مردم این منطقه مسلمان نیست، بلکه دارن نصرانی، دارن بهایی، دارن دینهای گوناگون دارن پیروی میکنن و زیبانها در پذیرش دیگر است. برای همین برادران و خواهران عزیز، ما باید همه را که با عقیده‌های گوناگون، با تفکر گوناگون، با اندیشه گوناگون روح‌های منبر میان و اون رو برای ما و شما ذکر میکنن، این معنای پذیرش آنها دارد و باید آنها را بپذیریم، چون شهروند تاجیکستان هستند. اپای معظمه، شما اگر بتوانین، من شما رو میبینم پیوست شدین، شما اگر بتوانین، من یک بار شما را اگر بالا ببرم، بله شما اگر شما اپای معظمه بتوانین وقتی که در همین تلفنی که استفاده میکنین براوزر داره، یا که براوزر گوگل استفاده میکنین یا که یک چیز دیگه استفاده میکنین، از همین خاموشین کپی کنین، برداشت کنین همون لینک، همین پیوند همین برنامه رو بگیرین، در یک براوزر دیگر بزنین، از اون براوزر دیگر داخل شوین، شاید اجازهتون بتید داخل شین. وقتی داخل شیدین براتون از اجازت میپرسد یا که از رشینی میپرسد، هر دومشون رو بزنید و شما رو اجازه میتید پیوستی وارد برنامه شین، وگرنه مشکل ایجاد داره. خب من اپای معظمه متاسفانه با سبب‌های تکنیکی 2 مرتبه 3 مرتبه می شود پیوست نمی شوند. خب دوستان و هموطنان عزیز، من از اینجا از همه شما خواهش میکنم که در قدم اول هر کسی که از تاجیکستان است، هر عقیده‌ای که نداره او را باید بپذیریم و اگر نپذیریم مجبور هستیم که در تاجیکستان زندگی نکنیم، چون یکی با یکی دیگری حمله میکند و یک دیگر رو میکشد و از این طریق ما نمیتوانیم یک زندگی درستی داشته باشیم. شما ببینید همین جنگ های مذهبی، ما هم چون مسلمان همون که آرامی، یعنی هدف ما، مرام ما زندگی کردن زیر این پرچم است.
مشکلات روبرو میشن که مذهب بین مذاهب هزارها قتل عام شدگی است و هزارها کشتار و چی شدگی. یعنی یک از مشکلات ها این پذیرفتنی همسایه خود است که با عقیده دیگری زندگی میکند یا این یک مذهبی دیگر، وگرنه ما بسیار واضح و روشن میگوییم که ما 4 مذهب داریم و این 4 مذهب همیش رواست و این رو باید پذیرفت، ولی باز هم در بیشتر کشورها اینها رو نمیپذیرند، همونطوری که در سمرقند و بخارا برای چنگیزخان از یک طرف می اومد و در داخل بخارا جنگ. بر اساس همین برادران و خواهران از گرامی این حرفا را کنار بگذارید و هر انسان برای تاجیکستانی بودنش برای ما مهم است و او را ما باید به اون عقیده داره بپذیریم. جایی توانیم اصلاح کنیم، جایی نتوانستیم فکرش رو بشنویم. اگر فکرش درست بود میپذیر، اگر فکرش درست نبود میگو با این فکر در تاجیکستان زندگی کنم و تو مشکل ندارم اگر با من ضرر نرسونید. برای همین هموطنان عزیز و گرامی، ما در کنفرانس سازمان امنیتی اروپا اشتراک کردیم. نمایندگان حرکت سیاسی گروه 24 نیز در اینجا اشتراک داشتند که ما اعضای آن هستیم. ما از نام جوانان برای احیای 5 نفر در این کنفرانس که بخشی از حرکت سیاسی گروه 24 است و سخنرانی نیز کردیم. متاسفانه در روزهای اول برای ما فرصتی صحبت نشد، چون ما همون روندی برنامه‌ای را که ما باید نام‌نویسی می‌کردیم اشتباها نام‌نویسی کردیم و برای ما اجازه صحبت داده نشد. ولی خوشبختانه که ما اپای معظمه خدا را شکر شما پیوست شدین. من دوستان با روند اشتراک خودم در این کنفرانس بعداً صحبت میکنم. با ما اپای معظمه پیوست شدن. ما اگر بتوانم اپای معظمه شما آماده هستین؟ نه خوب است اپای معظمه شما کم اگر کامera در موبایل کامera باشین خوب است. من شما رو میبینم. من بازار پتوزه چی کردم؟ خوب است بد نیست. خیلی مشکل شد پیوست شدنم. سلام علیکم. مشکل ندارد، گاه به میان میاد. این مشکلات ها همیشه در این برنامه هست، گاه به میان میاد. اپای معظمت بسیار خوشحالم که امروز در حضور پیدا کردین و دعوت رو پذیرفتین. من بچه‌ها را از همه مردم تاجیکستان وقتی دعوت میکنن در یک برنامه متاسفانه سببای ترس و هراسی که در تاجیکستان وجود دارد پیوست نمیشوند. با ما هستن معظمه کدیر و وکیل شناخته تاجیکستان که در تاجیکستان خیلی تلاش‌های زیادی کردن، مخصوصا برای آزادی بزرگمیر یاروف اگر اشتباه نکنیم بازم اصلاح میکنن و در موضوع حقوق انسان و دفاع کردن از کسانی که مظلومانه در تاجیکستان دستگیر کرده شدند مشهور بودند و عین حال مقیم کشور لهستان هستند و خوشبخت هستیم که در کنار خود داریم و سالهای زیادی هم در کنفرانس بین المللی از جمله این کنفرانس سازمان امنیتی اروپا برآمد میکنند و از حقوق مردم تاجیکستان و از حقوق اقلیت ها و از دیگر اقشار جامعه دفاع میکنند و جا داره که از ایشان در اینجا تشکر کنیم و ابا خوش آمدین برنامه. سازمان امسال چگونه بود نظر به سالهای قبل؟ تشکر زیاد. وایدلو صدای من امیدوارم که خوب اومده ایستاده است. بله صداتون هست. یگون اخو نیست چون که در من اخو اومده ایستاده است. نه در من نیست. اگر من بینندگان رو میبینم من شاید میکروفون نمیکشم از شما بهتر میشود. در کامنتری اگر که صدایش بزیب اومد به من خبر بدید. شما صحبت کنین نه من میکروفون رو خاموش میکنم در شما شاید نمیاد. خب یعنی که مشکلی شاید در کامپیوتر من در کامپیوتر من باشد. سلام علیکم وایدلو و بینندگان برنامه اخو شده است. اخو هست. به هر حال تشکر که من رو دعوت کردین. بخونم راست گفتین در این کنفرانس که هر سال در ورشو می شود، کنفرانس OBSE اشتراک میکنم. فکر کنم سال 6 بود. واقعا هم من یک طور مشاهده کردم سالهایی که بیشتر ما اشتراک میکردیم تماما کمتر رنگش دیگر بود. البته از حکومت نمایندگان حکومت اشتراک کردن وکیلان تیز و تندتر میرفت. ممکن 3 سال اخیره که اونها اشتراک نمیکنن یعنی اونها این علاقه با چنین رفتار خود نشان داده ایستادن که در حقیقت اونها دیگر گفتنی ندارن.
گفته ندارن. آنچه که فرستادیم، آنچه که صدا بلند کرده کلیتون دیگه شخصانی که از اون بایگم گروه که حزب نفوذ ندارد حقیقت رو بیان گفتیم و طلب کردیم حمایت کردیم و طلب کردیم که حقوق مردم تاجیکستان پایمال کردن. از کمبودی گفته ایستادیم، از پیشرویش هم اینچنین گفته ایستادیم بسیار در کمبودی، چون که اینجا اوید حقوق بشر فقط در مسئله پایمال کردن حقوق انسان دیده میبرایند. یعنی که نماینده های حکومت تاجیکستان اشتراک نکردن، دروغ خود رو کردن نتوانستند. این علاقه گفته میتوانیم که ما یک پیشروی، ما میدان آنها رو تنگ کردیم، در مسئله صدام ناز رفت است. بله صداتون میاد. اول شما در همین صحبت‌های اخیرتون یک جا ذکر کردین از حتی سال قبلی رو اگر نگاه کنیم از حقوق زنان بیشتر دفاع میکنن، حتی از زنانی که مثلا روی مال میپوشن و روی مالاشون از سرشون میگیرن. چون اینجا ما از یکدیگر پذیری صحبت کردیم چندی پیش. شما مثلا حقوق یک انسان که انتخاب میکنه مثلا چی روی مال حجاب بپوشد چی نپوشد، از دید شما که از حقوق اونا دفاع میکنه، چی شما رو مجبور میکند که چون زیادی از اشخاصی که در کامنتاری ها مینویسن حتی توانایی دفاع کردن همین گونه از بانوان مسلمان رو ندارن، ولی باز میان و بعضی اشخاصی که از دیدگاه حقوقی که شما ادوکات هستین مثلا از دیدگاه اقلیت ها دفاع میکنین مثلا برخورد بد میکنن. شما چی مجبور میکند که مثلا از حقوق مثلا زنان مسلمان و این چنین اقلیت ها در این کنفرانس ها؟ عبیدالله این رو ببینین، من نمیدونم برای چی در نوارهایی که در کنفرانس اشتراک کردگی من در کانال خود گذاشتم، ممکن در دیگر جاها باشه. من یک چیز مشاهده کردم، کامنت های نگاتیو بودن. من شناس هستم، من پیش از همه شناس هستم و حمایت کردن از حقوق نه تنها مردم خود، عموما انسانیت در دشت من است. من اهمیت داده باشه در مسئله سطر حجاب، در همه مسئله که من برآمد کردم بسیار نسبت من میگه که تو مثلا نداری، سطر نمیگیری، حجاب نداری، تو حقوق نداری که من در درباره اون دفاع کنم، اون نفر دفاع کنم. لیکن اهمیت داده باشه در همین کنفرانس در تجربه قرقستان بود. بله. حقوق یک نفر رو پایمال کردن، یک نفری که نقاب داشت واقعا هم آن زن برای حمایت امنیت خود داشتگی بود، لیکن نماینده های حکومت ازبکستان خیلی مانند است با نماینده های حکومت ما، اونو خیلی مانندی دارن، افسر نگاهی مانند دارن و طالور سایدویند رو ترک کردن به خاطر آنکه اون نفر باید نقاب خود رو گیره، اگر که نگیری یعنی ما ترک میکنیم. و خلاصه گپ من نوبسته از اون که با ازبکستان است، قرقستان است و اینکه روسیه است، من خیلی دفاع کردم یعنی که شناس هستم، حمایتگر هستم، من باید حمایت کنم، صدا بلند کنم. لیکن در همین حمایت هم بسیار گواهی کمیتری و نگاتیو گرفته. این ممکن شاید عقل مردم ما تا این درجه پس فرامده باشد. این شاید خدمت های سردار دعوت ما باشد که مردم ما رو در مدت 33 سال بیسواد کردن که اونها خود از کاری کرده خود نمیدونن. اپا منم بر همین نقطه اشاره کردم قبلا که یک دیگر پذیر متاسفانه در جامعه ما وجود ندارد، وگرنه تعدادی همین چیزها رو می نویسن. من مطمئن هستم خود آماده دفاع کردن از یگان قشر جامعه نیستند، چه از یک زن حجابدار، چه از یک زن غیر حجابدار، چه از یک کودک. اگر که امروز رحمانوف یا پوتین یا میرزایف هر کدامش از هر نقطهشان بزند آماده برداشتن لگن و دست اونها و تعریف توصیف اونها هستند. اما شما همچون حقوق شناس چگونه بها میدید اشتراک مخالفان و احزاب‌های سیاسی را در این کنفرانس؟ آیا شما همچون یک حقوق شناس توانستید مثلا با دیگر تشکیلات ها را ملاقات کنید؟ آیا
سوال مثلا احزاب‌های سیاسی نتوانید یک تحریم که سانکسیون در مقابل رحمانوف توسط همین تشکیلات‌ها توسط حکومت‌های ابوالقدرت که در این کنفرانس اشتراک میکنن انجام بدهند. آیا طرز صحبتی اونها، طرز رویشی مردم مخالفان تاجیک یا اینکه نبودن دیپلماتی قوی چی باعث شده است که ما در طول 10 سال میشه در این کنفرانس اشتراک میکنیم نتوانستیم به همین پیروزی دست بیابیم؟ از دیدگاه حقوقی با پیروزی که ما سانکسی مانده نتوانستیم نسبت رحمان و طرفدارای مدت 10 سال. بله. من میدونید چی؟ یعنی که ما تا اون نقطه کلمیناسیون رفتن نرسیدیم. من گفتم نمیتونم که ما کوشش کردیم اون نفرانی که اشتراک میکنن در پر هر سال کوشش میکنیم چون از دست ما در هر برآمد اگر ما داده باشد شما و همان دیگران طلب میکنند که سانکسی مانده شود. ما اینطوری. لیکن متاسفانه وقت طلب میکند، یعنی که مهلتش ولی هست. اول زمان شرافالدین گدایف یک نقطه را ذکر کردن که ما بعد از آنه که در کنفرانس همین نقطه را ذکر میکنیم، ضعف دیپلماتی ما در اینجاست که بعد از همون کنفرانس خاموش میشود و ایستادگی بر آن چیزی که به کنفرانس یا که به یک کشور پیشنهاد کرده است نمیکند. یعنی میتواند همین سبب شده باشد که تا امروز ما نتوانستیم پیروز شیم، یعنی ما همون کمیونیکاسیون ادامه ندادیم به اون حکومت ها یا اینکه سازمان ها که به اون نقطه آخر برسیم. این میتواند سبب باشد؟ نه، خیلی فکر شخصی شرافالدین است. هر کس حقوق دارد فکر و نظر خود را بیان کند. ما اون تا اون درجه که من میدونم ما کوشش کرده ایستادیم، داخلی کرده ایستادیم با نماینده‌های دیگر دولت ها. اون چیزی که دست ما آماده است ما کرده ایستادیم. یعنی که ما تا اون نقطه رفتن نرسیدیم. وقت در کار است. همش وقت و ساعت خود داره. لیکن من امیدوار هستم که ما به هدف خود میرسیم. اول معظم کردگان تاجیکستان آیا فشار مخالف است یا اینکه چی سبب است که اینو اشتراک نمیکنن؟ مثلا طول 3 سال میشود اینها در همین کنفرانس ها اشتراک نمیکنن، مخصوصا در سازمان امنیتی همکاری اروپا. فشار ماست یا اینکه چرا اینا اصلا اشتراک نمیکنن از دیدگاه شما؟ عبیدالله شاید فشاری ما هم باشد، چون گفتم ممکن است دیگر سالایی که اشتراک میکردن آنها بحث خیلی تون میرفت. آنها میگفتن دروغ‌های خود را فقط اون بهبودی میگفتن. از کجا اینقدر دروغ میگرفتن؟ ما از اینجا میگفتیم حقیقت حال را، چی که در تاجیکستان شده است، چی که مشاهده کرده ایستاده با طریق رسانه‌ای، با طریق رسانه‌ها، با طریق نفرانی که در تاجیکستان هستند. شاید این هم فشار چون این حالت رو حالا ازبکستان تکرار کرده ایستاده است. همون حالتی که 3 سال پیش نسبت ما کرده بودن نماینده‌های تاجیکستان، همین حالت عیناً از طرف ازبکستان شده ایستاده است. اگر با همین روند فکر کنم ازبکستان هم شاید نباید. این بله، یعنی حوض عین حال یکی از جزئیاتش میتونه فشاری ما باشد نمایندگان حکومت تاجیکستان امروز دمسالو نمیاد. دوم سببش این میتواند فشاری شاید همین سازمان ها هم باشد که یعنی این ایجاد نمیکنن همون فضای اجتماعی، فضای حقوقی در تاجیکستان. روزنامه‌نگارا رو زندان میکنن به جای اینکه فضا سازی کنن که روزنامه‌نگارا بیشتر شود. یعنی همون چارچوبی همین کنفرانس ها را آیا امکان دارد که همین کنفرانس یک کشور را از اعضاییش یا که از عضویتش خارج کند، یا اینکه اگر پابندی همون چارچوبی همون سازمان نباشد در کدام حالت میتواند به این چیزها دست بزند این کنفرانس؟ امکان دارد چنین چیزها؟ چون امکان داشته باشد. یک چیز در خاطر آمد و باید ممکن من کمتر از چی بر همین موضوع است. اگر نماینده حکومت تاجیکستان مثال آسان عادی میگیریم در بازداشت سهراب ظفر و نسیم جان شریف. بله. اگر نماینده ها اشتراک میکردن و باید به این سوال ها جواب دهند.
در کدام اساس دستگیر کرده آن نفری که پناهندگی دارد. برای او سوالجوب خیلی بعضی و خود رو سفید کرده نمیتونستم. در بعضی مسئله ها واقعا هم سفید کرده نمیتونم. یکی از سبباش شاید همین باشه. یعنی اگه از سبباش دزدی آشکار انسان از دیگر کشورها، کسانی که زیر برنامه سازمان ملل قرار دارن، یعنی 1951 و اونها را دزدیدن و در اینجا نمیتونه خودشون سفید کنن و ده ها کارهای دیگر در تاجیکستان امروز ده ها روزنامه‌نگار را زندان کردن که اونها سفید کردن میخواد در اینجا. اول شما در همین صحبت اخیرتون راجع اقلیت ها و همین کلن قرایچات کمی صحبت کردید. میتونید توضیح بدید که شما وقتی که متن رو نوشتید چی چیزها را دیدید در روی این متن که یعنی ناعادلاتی در زبان اقلیت ها و یا اینکه ناعادلاتی در برگرفتن حاکمیت یا غصب کردن حاکمیت از جانب یک منطقه؟ صدای شما کمتر چکتی اومده است به من. من موضوع اخیرتون صحبت کردید. فهمیدم در مسئله اقلیت‌های کم شما گفتید مثلا که در تاجیک عمومی رحمان که حالا عینه ها تاجیکستان عموما در دست کلان هست. ولی در این مثلا من صحبت کرده بودم صحبت خیلی کم بود. واقعا حقوق اقلیت‌های کم در تاجیکستان پایمال کرده شده است. من در کنفرانس هم گفتم، حالا هم میگویم حقوق خود لوله ها یا قرلوق ها یا لقای ها یا قرقیز ها دیگر اگر اهمیت دین از همین اقلیت های کم در حکومت خیلی کم کار میکنن. در государственное управление گویم در تروسیکتی توجیهی نتونستم کردن. شاخه های دولتی در شاخه های دولتی عموما مشاهده کرده نمیشود و این رو ببینید که حتی نام قشتاق و رایان هایی که اون 100 ساله ها داشتن در همون ممکن تاریخ به اون وابسته بود اون رو گرفتگی بس کردن. برای در یگان شاخه دولتی یا اینکه در مثال عادی برای دکتر شدن و هم باید پاسپورت های خود رو ایواز کنن، یعنی که در پاسپورت خود در شناسنامه خود باید نوشتن که تاجیک. پس اون میتونن در یگان شاخه کار کنن. همون خیلی کم شده کرده. بله. در مسئله اون که تاجیکستان در دست رژیم در دست کلان هست، در دست همون یک گروهی که از همون کلوب برای یگان کس این سیکرت نه، مخفی نه. بله. اول از موضوع اگر بیرون ببرویم، ساحه وکالت در تاجیکستان یا که ادوکاتور را نگاه کنیم، اگر شما همین ساحه را چقدر بها میتین؟ چون ما هم طوری که میدونیم امسال برای پیدا کردن یک مخالف تاجیک که در داخل تاجیکستان دستگیر شده بود، یگان وکیل و یگان اداره آماده همکاری کردن یا که وکیل شدن همون شخص را نداشت. همین ساحه که شما در داخل ساحه کار کردن در تاجیکستان در چه حالت قرار دارد و چرا تا اینجا اومد رسید و آینده این ساحه چی میشه در تاجیکستان؟ آینده وکیلای تاجیکستان؟ بله. گذشتهشون عین حال در چه حالت قرار دارند و آینده اگر میخوای رفتن بگیره در چه حالت قرار میگیرد؟ فعالیت ادوکات بوده؟ بله. فعالیت ادوکات اگر 15 پیشتر بهتر بود، خوبتر بود، یعنی که میتونستن در پرونده ها اشتراک کنن، حقوق اون کس رو دفاع کنن، صداشون شنیده میشد. بسیار نه، لیکن کمتر. در 10 سال آخر باشد خیلی بد شد. گفته میتونم که انیشتی ادوکاتی هست، ادوکات ها واقعا هستن، لیکن فعالیت اونها رو من بها داده نمیتونم و فعال نیستم. صدای اون رو هیچ کس نمیشنود، یعنی که چه خیلی سود بود، چه پروکوراتور بود، چه تفتیشات بود، چه خیلی که میخوان همین پرونده‌های خود رو میگذارن تمام. یعنی با دادن پوره، با دادن البته با دادن پوره، با گرفتن پوره
تمام پرونده این رو ببینید، سودیه ها مستقل نیستن. از همه پرابلم کلانی ما در این است، سودیه ها مستقل نیستن، یعنی که سودیه ها رو تعیین میکنن خود پرزیدنت. این علاقه وابستگی دارد، اون چی که به دست سود اون پرونده که تفتیشات میخواهد یا اینکه شخصای بلومیشن میخواهند همین خیلی گذشته میرن. ادوکات گفتم ممکن است در عموم فعالیت ادوکاتو خیلی 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 کاهش یافته است متاسفانه. آقای معظمت، از دوران صحبتتون و برداشتتون در کنفرانس اگر چیز دیگه گفتنی باشید و چیزی نقطه‌ای را که ذکر کردید در کنفرانس که برای مردم تاجیک و زبان تاجیکی بهتر خوبتر باشد و اگر چیزی که علاوه گفتنی باشید بفرمایید یک چیزی برای مردم تاجیکستان. تشکر عبیدالله. من گفتن نمیتونم چون که پرابلم تکنیکی صدای شما رو من دوباره شونده ایستادم. من بعضی سوالتون نمیفهمم، بعضیش نمیفهمم. فکر کنم که اینقدر خوب نشد. زنده و سلام. و فکر میکنم که از سبب‌های ما نتوانستیم صحبت کنیم امروز این مشکلات تکنیکی از جانب شما بود و خدا کند که در برنامه بعدی کدام وقت دعوت کردیم بازم بتونیم مفصل‌تر از شما صحبت کنیم و یا اینکه ان شاء الله که من با علایده صحبت میکنیم با شما و ان شاء الله یک برنامه خوبی داشته و اگر هم که لازم شد جایی که اینترنت و مشکل اینترنتی بود ان شاء الله حل بکنیم. خیلی بخشش که وقت شما رو گرفتیم اپا. تشکر. نه زنده باشید. بخشش که مشکل تکنیکی که من چی کردن نتونستم. زنده و سلامت باشین اپا. زنده و سلامت باشید. تشکر از اشتراکتون. زنده باشید. با ما بودن اپای معظم کدیر و وکیل شناخته تاجیکی در دوران که یکی از وکیلان شناخته تاجیک بزرگین میریاروف زندان شده بود، وکالت او را به دست داشتن و پرونده او را پیش بردن، جسارت کردن. باید از چنین خانم ها جسارت را و موقعیت تعداد برادران ما که امروز فکر میکنند که دفاع کردن و یا اینکه مسلمان بودن فقط در اونی است که باید در داخل خانه ششت و حرف زد و زن را بالایش ظلم کرد، نه بلکه جسارت داشتن و مبارزه بردن در مقابل ظلم و ستم است. برای معظمه توانستند با همین جسارت از حقوق وکیل سیاسی بزرگرو دفاع کنند. واقعا هر کس چنین جسارت را کردن نمیتوانند. خیلی خوشحال بودیم که امروز در برنامه ایشان را داشتیم، ولی متاسفانه از آن که نتوانستیم مفصل با ایشان صحبت کنیم چون ایشان صدای ما و سوالهای ما را نمیشنویدن و ان شاء الله در برنامه‌های بعدی کوشش میکنیم که مفصل درباره زندگی ایشان و عین حال زندگی اون در لهستان صحبت کنیم. بازم برادران تشکر از اشتراک در برنامه. بازم ما کوشش میکنم اگر که برادران دیگری که بتوانند در برنامه اشتراک کنند صحبت خواهیم کرد و ان شاء الله صحبت ما طولانی می شود. شاید که من بتوانم موضوعهای دیگر را به روزی بعداً بگذارم، ولی بازم کوشش تلاش میکنیم که امروز صحبت کنیم. برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم، لطفاً فراموش نکنید چون برنامه ما نو است و در این کانال ما طبیعتاً جدیداً دیگر برآمد میکنیم و نو تشکیل کردیم. از همه شما خواهش میکنم که لایک خود را فراموش نکنید و آبونه شوید، در این کانال زنگوله رو زیر کنید چون ما دیگر از این پس در همین کانال برآمد خواهیم کرد و جایی رسمی که ما برآمد میکنیم کانال جوانان برای احیای تاجیکستان است و دیگر جایی ما برآمد نمیکنیم. از این دیدگاه از همه شما لطفاً خواهش میکنم که در این کانال جوانان تاجیکستانی که با اشتراک انگلیسی و تاجیکستان آبونه شوید و اون زنگوله رو زیر کنید و این نوار امروز هم لایک بگذارید تا اینکه ما بتوانیم در آینده بیشتر رو جلب کنیم و برنامه‌های مفیدی برای جامعه تاجیک. عزیز و گرامی همدیاران، ما از جوانان برای احیای تاجیکستان و یا اینکه همون حرکت سیاسی گروه 24 که جزئی اون این است، ما رفته بودیم در کنفرانس سازمان امنیتی همکاری اروپا اشتراک کردیم و در این کنفرانس ملاقات‌های گوناگونی با کشورهای بالقدرت و کشورهای عضو اون سازمان و علاوه بر این با سازمان‌های بین المللی و حقوقی مراجعت کردیم، شناس شدیم و صحبت داشتیم
البته افکاری که ما در اینجا پیش گرفته بودیم فقط رسانیدن حقایقی بود برای آنها که آنها بتوانند در این جاده برای ما کمک کنند و درخواست من از ایشان برای بهتر ساختن وضعیت حقوقی در تاجیکستان بود و علاوه بر این برای دفاع برگردانیدن اشخاصی که جان در خطر است در کشورهای آسیا مرکزی و یا اینکه کشورهایی که در خارج از اروپا قرار دارند. و علاوه بر این من بیشتر بخواستم پرونده برادرمان سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف در این کنفرانس زیاد صدا دهد و کوشش کنند بر کشورهای ابوالقدرت و سازمانهای با نفوذ این قضیه را برسانیم. اما متاسفانه ما نتوانستیم تا اون درجه‌ای که ما و شما باید از دیدگاه حقوقی از حقوق این نفر دفاع کنیم دست بیابیم. البته با یک دستاورد خیلی مهمی ما دست آوردیم که برای ما امکان داده شد شناس کرده شد با سازمان‌های با نفوذ که ما رو در روندی همین سمت برای ما کمک میکنند. ما از اینجا عین حال اعلان می‌داریم که ما یک برنامه‌ای کشیدیم برای دفاع از حقوقی برادرمان رهبر حرکت سیاسی گروه 24 سهراب ظفر و نماینده حرکت سیاسی گروه 24 در ترکیه نسیم جان شریپوف از چند نکته عبارت و علاوه بر این ما از این پس همین برنامه را پیش میگیریم و تا رسیدن به اون عدالت این برنامه را پیش می‌بریم. اگرچه ما میدونیم که بازگشت آنها از تاجیکستان یا که باز کردن آنها برگرفتن آنها از تاجیکستان خیلی سخت است، ولی باز هم ما و شما این مبارزه را میبریم. دوستان و هموطنان عزیز، در نمایندگی که ما رفتیم برادرمون ایشان عبدالحی قرار داشتن و برادر کوهستانی و دیگه برادرانی که در اونجا بودن من دعوت کردیم اشتراک کنن، ولی فکر کنم مشکلات تکنیکی وجود دارد و انشالله که باز هم کوشش میکنیم که به ایشان اسمی پیام بدیم که بیان پیوست شوند و در برنامه صحبت کنند. من در کنفرانس سازمان امنیتی همکاری دو سخنرانی داشتم. یکی در موضوع تبعیض بود، تبعیض اقلیت ها، تبعیض دینی که نوارش در همین سامانه یوتیوب ما پرداخته شده است با دو زبان، با زبان روسی و با زبان انگلیسی، ولی در آینده من کوشش میکنم که با زبان تاجیکی همون زیرنویسش را درست‌تر کنم که شما بتوانید کسانی که زبان روسی و انگلیسی را نمیفهمید با زبان تاجیکی اون رو بخونید، ولی به هر صورت شما میتونید نوارا رو اینجا پیدا کنید. و صحبت دیگری من در موضوع حقوق انسان بود که من درباره دزدیدن برادرمان سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف و دیگر اعضای حزب‌های گوناگون از اتحادیه و همچنین روزنامه‌نگاران و ده‌ها شکنجه و ظلمی که در داخل این سازمان انجام داده شده بود، در داخل تاجیکستان انجام داده شده بود و ما در این سازمان این اهداف‌ها و این حرف‌ها را زدیم. و علاوه بر این ما همونطوری که در بالا ذکر کردم ملاقات‌ها کردیم تا اینی که همین روندی که ما صحبت کردیم ادامه پیدا کند و ارتباط ما با سازمان‌ها با کشورها پیش برود تا اینی که بتوانیم از حق برادران و نزدیکان خود دفاع کنیم. هموطنان و دوستان گرامی، من میگذارم به موضوع دیگری برنامه و اگر که در روند این برنامه دیگر برادران داخل شدن ما صحبت خود را ادامه خواهیم داد. برادران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، ما برمیگردیم موضوع صحبت می‌کنیم در موضوع نشستی بین پارلمانی در تاجیکستان. هموطنان و هموطنان گرامی قدرم، امروز دیروز والنتینا ماتیونکا با دیگر نهادهای پارلمانی کشور فدراسیون روسیه و اینچنین نهادهای پارلمانی کشورهای آسیای مرکزی که زیر نفوذ روسیه قرار دارند به تاجیکستان سفر کردند و در داخل پارلمان تاجیکستان نشست بین پارلمانی برگزار کرده شد و در این نشست صحبت‌ها در موضوعهای گوناگون صورت گرفت. از جمله مهاجرت مهنتی یک از موضوعهایی بود که در اینجا کمی صحبت کرده شد. شما ببینید دوستان گرامی، تاجیکستان زبان رسمی تاجیکیست و سرقانونی ما یا اینکه کنستیتوسیون که متاسفانه این لغت با زبان روسی است که ما را بیشتر نام میبریم به زبان تاجیکیست و زبان اولی ما رسمی ما تاجیکیست و طبق اساس این باید که با احترامی سرقانون با احترامی کنستیتوسیون
این نشست با زبان تاجیکی برگزار کرده میشد، اونچنانی که انجام دادن نشد. این نشست با زبان روسی بود و حتی نمایندگی تاجیکستان که اون رو پسر امام علی رحمان و رستم امام علی داشت با زبان روسی صحبت کرد. صحبت ایشان موجود لازم باشد او رو به شما میرسانم، ولی میبینم که من وقتم کمتر است چون زیاد از 1 دقیقه و 20 دقیقه شد اینجاییم، ولی به هر صورت صحبت در این روند رفت، یعنی با زبان روسی خودی نماینده تاجیکستان رستم امام علی صحبت کرد و در موضوع دفاع مهاجران مهنتی حرف نرفت، در حالی که همین دیروز پیش از همین جلسه یک وکیل پارلمان روسیه پیشنهاد کرد قانون نوی را در حالت مهاجران مهنتی و نگفته نماند که ده ها که رئیس روسیه زیاده از 40,000 مهاجر مهنتی تاجیکستان را به تاجیکستان اخراج اجباری کردند و آنها عین حال در تاجیکستان قرار دارند. در چه حالت نمیدانم. من اینجا نیامدم تا حکومت روسیه تنقید کرده شود. من به حکومت روسیه هیچ کاری ندارم. حکومت روسیه حق دارد هر کاری را انجام بدهد انجام بدهد. امروز من با یک برادر صحبت داشتم، یک مطلب خیلی خوبی را ذکر کرد. گفت که مردم ما اگر تملق کاری میکنن، تعارف تواصف میکنن، باید با کشور روسیه کنن، با ولادیمیر پوتین، چون برای آنها در این کشور جای کار داده است، زندگی داده است. این 2 میلیون مهاجر مهنتی که در فدراسیون روسیه قرار دارند از جانب همین کشور و جای کار تامین کرده میشوند. اگر تعریف کرد باید حتما از پوتین و از حکومت اون تعریف کرده شود که از حکومت تاجیکستان تعارف تواصف کرده می شود. حکومت تاجیکستان برای شما جای کار، فضای جای کار ایجاد نمی کند و این رو برای شما نمیتید و علاوه بر این شما از اون تعریف تواصف می کند. حرفش واقعا منطقی هم بود، ولی امروز روزی است که این حالت ها رخ داده است. من چرا این خبر را، این موضوع را برای شما پیشکش کردم؟ هموطنان و همدیاران عزیز، این موضوع خیلی مهم است. مهمیت این موضوع در آن است هموطنان عزیز که ما از کشور روسیه وابستگی داریم. وابستگی خیلی عمیقی، نه وابستگی که خیلی کوچک باشد. وابستگی ما از روسیه یک وابستگی خیلی عمیقی و تاریخی است، چون ما 100 سال شد زیر نفوذ این کشور هستیم. اما بعد از استقلال به دست آوردن که عالم نفوذ اون توسط امام علی رحمه و خانواده او عملی می شود، نادیدن نمی ماند. باید ما از هر طریقی که نباشد فشار بیاریم، تلاش کنیم که مهاجران مهنتی بازم به وطن بر بگردن و حکومت غاصب امام علی رحمه مجبور بسازند که برایشان جای کار بسازد و زندگی مردم ما در داخل وطنش باشد. و اگر ما با این کار نائل گردیدیم، بدانید که در یعنی استقلالیت ما، نفوذ کشورهای ابرقدرتی از بین میره، در استقلالیت ما به دست میآید. در غیر از صورت مطمئن باشد که ما شکست میخوریم و همینطور به زبان ما، به فرهنگ ما، به آبروی ما، به کشور ما، به استقلال ما هیچ وقت ارزش قائل نمیشوند، احترام قائل نمیشوند. این گونه توهین و تحقیرتون میکنن میروند. یعنی در داخل پارلمان شما که زبان کشور شما رسمیش فارسی است، پارسی است، ترکی است، شما حقی زبان صحبت کردن به زبان مادری خودتان را ندارید و کسی که از شما نمایندگی میکند به زبان روسی بلبل بر این میسراید تا اینی که خواجگان خارجیش خوشحال نشوند. برادر عبدالحی اگر باشین ویدیوتون رو گریان کنین بفرمایید. هستین برادر؟ صدای ما هست؟ برادر عبدالحی صدای ما هست؟ میکروفونتون خاموش است. ویدیوتون رو گریان کنین اگر اجازت باشد. میکروفون کشتگی است. باشد دوستان، بعداً شون عبدالحی که ویدیوشون رو گیرون کردم، بعداً برمیگردیم. حالا اینجا ما برمیگردیم به موضوع ولایت مختار کوهستانی بدخشان که یکی از موضوعهای حساس ترین است و من کوشش میکنم که در این موضوع کمی کوتاه‌تر صحبت کنم. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، یادآور میشیم که امام علی رحمانوف به ناحیه رشقه 12 اکتبر سال 2024 سفر کرد و در این سفر او پس از افتتاح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 با لایحه بنای قصر فرهنگ
و کودکستان در مرکز ناحیه شناس شد. و گفته حکومت این انشاءات بخش از برنامه‌های آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بوده. انفراستراکچور فرهنگی و تعلیمی منطقه ساخته می شود. اما در واقع چون این کارهای ساختمانی بیشتر همچون یک واسطه تبلیغی شخصی پرزیدنت استفاده برده می شود. ببینید 2 سال پیش که در این منطقه امامعلی رحمانوف سفر کرده بود 10 نفر را کشت و صدها نفر دیگر زندان کرد. ببین حالا با سفری رسمی و بر راه ماندن ساختمان‌های نو و مثل مکتب و قصر فرهنگ تلاش می‌کند که سیمای مثبت خود را نشان دهد. این مکتب‌ها و دیگر انشاءات‌ها نگفته نماند که از جانب سرمایه‌گذاران مبلغ گذاری می‌شود. همچنان دستاوردهای حکومتی پرزیدنتی معرفی می‌گردند. یعنی همین انشاءات‌ها از جانب بیشتری شما اگر بدونید وقتی که سفر کرده بوده از بابا جانوفا یعنی رحیم برمی یک با دبدبه‌ای ساخته بود و خودی امامعلی رحمانوف رفت را جار کرد، ایمیج گرفت و عکس گرفت و این مکتب را ساخت. یعنی بیشتر اینها از جانب چی؟ از جانب امامعلی رحمانوف همچون یک مواد استفاده شونده برای تعریف و توصیف شناخته می شود. در حالی که انشاءات‌های خود مهمند، کوشش پیشکش کردن آنها همچون خدمت به مردم پیشتر برای تبلیغ و تشویق شخصیت خود پرزیدنت قرار دهند. شما هموطنان بدانید که توسط چنین سفرها یعنی امامعلی رحمان وقتی سفر میکند تلاش میکند که نفوذ خود را در منطقه‌ای که تاریخاً به حکومت مرکزی تنش‌ها داشت مستحکم کنه. یعنی هدف از سفر فقط مستحکم کردن رابطه امامعلی رحمانوف با اون منطقه است. یعنی کوشش میکند که بعد از این قدر سرکوبی‌ها که انجام داده شد از جانب امامعلی رحمانوف و با چیکار کند این منطقه رو برود و با انشاءات ها شناس شود. خب ببینید دوستان گرامی، این فقط یکی از ملاقات هاش در روشان بود در ناحیه راشقلعه. بیایید یک چندی از برآمدهای امامعلی رحمانوف رو در روشان از نظر بگذاریم، ولی متاسفانه اینترنت من خیلی ضعیف است، ولی من کوشش میکنم که کوتاه‌تر آن را به سمت شما برسانیم و بعدا ان شاءالله که باز هم صحبت خود را ادامه میدیم. من وارد تلگرام میشم چندین که باید اینجا به سمت شما برسانم. خب دوستان، این اولین نواری است که من به سمت شما میرسانم. خب ببخشید چون صداش کمی اینجا، من صدا رو خاموش کنم. خب بله، اینجا من نوار رو به سمت شما برسانم، بعدا برادرها رو پیوست میکنم. 12 октябр дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Роштқалъа ташриф оварданд. меҳмони олиқадрро дар фурудгоҳи муваққатии сокинон ва аҳли фарҳанги ноҳия гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. дар маркази ноҳия нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави ҷамоати деҳоти Роштқалъаро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо шароити муҳайёшуда шинос гардиданд. бинои ҷамоат аз 2 ошёна ва таххона иборат буда дорои 19 ҳуҷраи корӣ ва маҷлисгоҳ бо 58 ҷойи нишаст мебошад. масоати умумии бинои ҷамоат 755 метри мураббаъро ташкил 4 миллион 28 ҳазор сомонӣ бунёд гардидааст. иншооти навбунёд бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон дар доираи корҳои созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурияи Тоҷикистон сохта шуда дорои шароити мусоиди корӣ мебошад.
اسناد شناسایی پیش. خب بیا دوستان این ما زیاد نمونیم، ولی همینجا یک نقطه اش را برای شما دوستان اینجا. دوستان عزیز و هموطنان گرامی یادآور میکنیم که خود امام علی رحمانوف همین سال در حضور زیادی از مردم اعلام داشت که دیگر استقبال از پرزیدنت، از رئیس از همه دور کرده بشود و استقبال و دختران مردم رو دیگر استفاده برده نشود. و همطوری که شما میبینید اغلب اشخاصی که در اینجا اشتراک میکنن مجبور طلبه های فشار مقامات آمدن تا اینکه برای امام علی رحمانوف ملاقات تشکیل کنند. برادر از طرف اگر کوتاه گفتنی باشید دست برداشتید بفرمایید، من بعداً برنامه. خب بار دیگر درود معذرت، من راستی بعد از سخن خانم معظمه خان خواستم یک چیز را اصلاح کنم در همینجا درباره همون اقلیت‌های کم در تاجیکستان. اقلیت‌های کم در تاجیکستان خیلی بگیم که از ساحه علم و از این چیزا دور موندگی هستند. بیشتر اونها در ساحه پلیس و غیره ها بسیار به کار گرفته میشوند، از بس که اونها قانون، حقوق، سواد از این چیزا دور هستند و آنها را در تمام کارهای جنایی شکنجه با دست آنها امام علی رحمان داره بگیم که انجام میده. از یک طرف بگیم که خود مردم تاجیکستان بگیم نفرت به اقلیت‌های کم پیدا میکنه، تمام فکرهای اونها که اینا همین ملیسا و همه اینا دیگر خلق لقای هستند. از طرف دیگر واقعا اونا هستند، اونا اما از بس که نادانستن قانون، نادانستن کنستیتوسیا، نادانستن از کم سواد بدنشون امام علی رحمان وسیع استفاده میکنه. اونا نمیدونن که آن کارهایی که اینا میکنن این ضد قانون است. آنها فکر میکنن که هر چیزی که امام علی میگه او قانون است، یعنی شکنجه کردن بگیم عیناً در همه خیلی جایها واقعا لقای قلعه را استفاده میبرند، در پلیس در دیگر جایها بگیم عیناً لقای قلعه کار میکنن برای شکنجه، از بس که اونا بیسواد هستند، یعنی علمی بگیم که ندارن که قانون را بدونن، انسان حق انسان را بدونن، کنستیتوسیا را بدونن. هر فرمانی که امام علی میده برای اونا قانون است از بیسوادی. برای همین هم گویم که اونا را در هم خیلی جایهای استفاده میبرن. از یک طرف برای امام علی رحمان بسیار یک کولای هست تا اونکه بگیم از نادانستن آنها سوء استفاده برده اقلیت های کم در هم خیلی جایهای پلیس، جایهای شکنجه بگیم به کار بگیرن. اونا هم باشن همون بگیم از بیسوادی همه به کار دست میزنن و همه کار دست میزنن، فرمان اجرا میکنن. یعنی بله اکمل شما در اینجا به این مقصد، به این معنی یعنی بیشتر مردم که در تاجیکستان بدبینی نسبت اقلیت‌های ملی به میان آوردن، یعنی به وجود آمده است، سببش این است که حکومت تاجیکستان، حکومت رحمانوف زیادی از این ملت‌ها را در زمان شکنجه استفاده میبرد و مخصوصا از اونها ظاهر نمایی میکند که مثلا این قلقه یا اینکه یک ملت دیگه است، تا اینی که اینها اسمشان در جامعه تاجیکستان بد کرده بشوند. یعنی دقیق فهمیدین؟ بله ببینین، از قلقه در پلیس کار میگیرن، در جایهای شکنجه استفاده میبرن از اونها. سببش که اون انسان ها نه اونقدر سواد دارن، اونا نمیدونن، فکر میکنن که هر فرمانی که امام علی داد قانون است. اونها قانون نمیدونن، از نبودن سواد، از کم بدن سواد، اون قلقه ها، اون لقای ها در عدل ها، در گوناگون ساختارهای قدرتی، در گوناگون جایها استفاده برده می شود. بعد از او هر چیزی که شود در کلای قلق یا نمیدونم در کلای لقای، حکومت میتونه با آسانی بار کنه بگه که اینو قلق ها بدن، لقای ها بدن. تا امروز داره خیلی در سالهای جنگ هم از اینا سوء استفاده بردن، از بس که اینا سواد نداشتن، اینا بگیم از بیسوادی، از نادانستن قانون، حکومت از یک طرف میجقه اینا را که اینا از کلتور خود با خبر نباشن، از یگان چیزی خود با خبر نباشن، مثل گویم که یک رابط برین میشود. اینا نه از کلتور خود خبر دارن، نه از مدنیت خبر دارن،
نه از تاریخ تمدن خود خبر دارن، از هیچ خبر ندارن. یا رابطه زومبی اینا را میگیرن در کارهای پلیس، در جایهای شکنجه میمونن. هر فرمانی که امام علی میته اینا گوسپان وارد شکنجه کرده رفتن میگیرن آدم را. بله این بیشتر باز همون بگیم بدبینی بین همون مردم ها میشوه. انسان هایی که شکنجه میشون، بعضی انسان ها اونها را میشناسن، بعد میگن ما را قلغا شکنجه کردن در عدل یا لقای ها شکنجه کردن. اکثر همون عدل ها بگیم که جای های همون شکنجه استفاده برده میشوه، یعنی که این قلغ لقای استفاده میبرن، یعنی بکار میگیرن در نام خیلی جای ها. بله یک بیرون دور اومده. بله اصلا تو حد من این حرفا را شنیده بودم که واقعا همونطوری که من در سخنرانیم گفتم یا تعداد انسان ها واقعا همیشه تحقیر میگیرن. یک گپ میگه تو قرلقی یا که فلان و بیسمدان. این حرکت تاجیکستان یک تحقیر است. یا تعداد انسان ها امروز میکنن که یک ملت تحقیر کردنش واقعا چیز سختی است. تو بگیم که تو برای در حوض مثلا در روسیه یک اصلا چورکه بگه، تو مهاجری تو سیمای روسی نداری، این گناهی تو نیست. تو تاجیک در تاجیکستان یا قرلقی در تاجیکستان در ازبکستان در جای دیگه تولد شدی. این اگر که برادری عزیز ببین، اگر که برای این ملت از ازل مثال یک حق داده میشید که از تاریخ تمدن یک فرهنگ مدنی خودشون میساختن در داخل همون تاجیکستان زیر کنستیتوسیا، یعنی زیر قانون جمهوری تاجیکستان، اینو برای خودشون یک بگیم که یک کلتوری فرهنگی مدنی یک سنترها می داشتن. اگر که اینو با خبرتر می بدن، در اونجا گفته ها میشید کلان ها انسان هایی که بگیم با مدنیت است، با فرهنگ است، سواد داره، با جوان های قلق با زبان خود اونا را درس میداد، میفهمون قانون هم میفهمون که حاضر قلق های تاجیکستان نمیدونه کنستیتوسیا چی است، قانون چی است، از این چیز اصلا بوی نمیبرن. اگر که به این چیزها امکان داده میشید که آنها از این کلتورهای خود از قانونها با خبر میبودن، امروز امام علی رحمان یا این حکومت اینا را نمیتونست که سوء استفاده برای در همین خیلی جایهای شکنجه، در این خیلی جایها بگیم که اینا نمیرفتن کار نمیکردن. زنده و سلامت باشین برادر استنایف. تشکر. بسیار سپاس. همین خانم معظمه خان همین گفت که اون کس گفتن که در یگان جایی بگن که دولتی کار نمیکنن. البته جایهای تصمیم گیری در کار نمیکنن، اما در جای شکنجه ها بسیار کار میکنن. از بس که اونها را بگیم که خصوصا حکومت رحمانوف در جای شکنجه ها بگیم که هم خیلی از بیسوادیشون میدونن که اونو فرمانبردار هستن، هر چیزی که بگن بگیم کردن میگیرن. خیال میکنن که سخن امام علی این قانون است، هر چیزی که حکومت میگه فرمان میده، سردار نچلنیک فرمان میده، اون برای اونا قانون است. اونا هم خیلی تصور داره. زنده و سلامت باشه. بله همون پارچه‌ای که بگیم که خانم معظمه خان کمی چیشه بگیم که توغری کردیم. جهان سپاس برای زنده و سلامت باشه استنایف. زنده باشه. تشکر. برادر استنایف واقعا نقطه مهمی را ذکر کردن و واقعیت هم دارد. زیاد ما هم شنیدیم از این طرف اون طرف. بیشتر این چیزها واقعیت داره. ما امیدوارم که در آینده پاکستان دسترسی به آموزش و آموزش حقوق اولیه داشته باشه. کاتب تاجیکستان درس حقوق وجود داره و این را باید ما در سطح عالی‌تر تدریس کنیم که مردم تاجیکستان نوابسته از زبان و فرهنگ این درس رو بدونن. اگر که مثلا قلعه‌های تاجیکستان یا اینکه لقب‌های تاجیکستان یک زبان دیگر میفهمن، حتما برایشون باید فراهم کرد درس حقوق را در زبان خودشون بخونن تا اینی که فهمیشی داشته باشن که حقوق و قانون چیست، که فردا در هر جای استفاده برده نشوند و در شکنجه و ظلم یک انسان دیگه بگه برای فلان کار انجام بده انجام داده شود. بر اساس همین شما دیدید که هزارها انسان به خاطر ندانستن دین اسلام برده استفاده شدند و همین طورم در تاجیکستان هم ده نفر دیگر و اون اساسی که نمیدانند حاکمیت چیست، قانون چیست، در زیر ظلم حکومت رحمان شامل شدن و مردم را ظلم میکنن. بر اساس همین برادران و خواهران یک نقطه خیلی مهم رو ذکر کردن، این رو باید ما درک کنیم. بیایم پیش از صحبت امام رحمان یک سفری
رحمان و فما در اینجا برای سمت شما With برسونیم. Regina Blitz and Regina Blitz Giant, you'll clean up in a flash. متاسفانه تلویزیونی تاجیکستان تبلیغ میماند، تبلیغایی اینکه به وسیله روسی رکلام از همون رکلامه ها پول درآمد میکنن. متاسفانه و جای اینه که برای ملتش این چیزا رو به پول پیشنهاد کنن، پول می. ایشان عبدالحی اومده هستید، میتونید صحبت کنین. بازم سلام ایشان عبدالحی، خوش اومدی امروز به برنامه. بسیار خوشحال هستم که در برنامه قرار داری. من قبلا از اولی برنامه خودم معرفی کردم که ایشان خلیفه بومو در یک هیئت به کشور لهستان به شهر وارشاو سفر کرده بودند و در کنفرانس سازمان امنیتی همکاری اروپا اشتراک کردند. این بار اول بود برای ایشان، ولی به هر صورت ملاقات ها و دیدارها با دوستا و رفیقا و دیگر سازمان ها بسیار تجربه خوبی بود و از دهن خود ایشان میشنویم که این سفر بعد از چند سالی که بازم توانستن با دیدار دوستا و با دیدار برادرها و دیگر قشر جامعه برسن چگونه بود و اشتراک در این کنفرانس چگونه بود. ایشان عبدالحی که از تجربه خود بگو، سفر چگونه بود، چه احساس بود از این کنفرانس؟ سلام علیکم و رحمت الله و همه کلی نفرایی که حضور دارن و میبینن آنلاین یا وقت شما. اولا که اوزو که من در راهم در سفرم جای مناسب نبود، برایم نتونستم سریعتر وارد بشم. جو پیدا کردیم. سفر خوبه بود، درست سفر خوبه. بعد من اولی سفرم بود. دیگه قصه طولانیه که برای چی خیلی شده. سفر خوب بود، با زیاد دمو شناس شدیم، زیاد نفر رو هم دیدیم، زیاد توجیکای خمون هم دیدیم. هر چند جا نشستای هم خیلی سیاسی هم بود، غیر سیاسی هم بود، بهترین بود. بچه ها را نزدیک بعضا نفر را نزدیک شناس شدیم. امیدوارم که انشالله که در اینکه اولی سفر اول بود در آینده و بیشترش میکنیم. برادر عبدالحی، شما وقتی که در اونجا سفر کردید انتظار دیگر داشتید که وقتی رفتید مثلا احزاب‌های سیاسی در اونجا بودن، چی از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، روزنامه‌نگارای تاجیک مثلا اونجا بودن، روسا بودن، قزاق‌ها بودن، ازبک‌ها بودن، آیا فضای تاجیکستان، مخالفت تاجیکستان در اون فضای کنفرانس بیشتر از دیگران دیده میشید یا اینکه بدتر از دیگران دیده میشید؟ چه فرقیت داشت بین اینها؟ تاجیکو مخالفای تاجیکستان میگم پوزیسیون تاجیکستان بیشتر از دیگر دولت‌ها، دیگر ملت‌ها بود، چه ازبکستان، قزاقستان، آسیا میانه. در آسیا میانه همه بیشتر تاجیکستانی‌ها بود. نمیدونم خوشبختانه یا که متاسفانه. اما یک چیزایی که ازبک‌ها و ایوا مثلا کسی که 4 نفری هم تری بود، ای تاجیک‌ها بود خوب، اما تاجیک‌ها پراکنده بودن. یعنی فضای امساله سیاستی تاجیک‌ها را شما یعنی مخالف‌ها را پراکنده دیدید در سازمان همکاری امنیتی اروپا؟ بله، بعد یا قسمتش بگیم با دیدن ما سری ترک کردن هم طالو را میگم اینجا جلسه ترک کردن رفتن، یا قسمت دیگر دیستانس حقیقی گرفتن. میگم که بعضا نفراش نمیخواستن سلام کنن، دیگه نشید، یا بار 2 بار 3 بار دیگه هر جا طرف تو میخوب نه طرف شما را میدن و میگم نوعلاج میگه سلام کردن. این چیزا در سیاست ما چی گفتنیم برای همه مخالفان امیدوارم که همه ببینن. همین کسی که گروه بازی میکنه، اینه چیزا، اینه گروهی تر ما با این تکنیم دیسپلین میمونن، اقتی کردن نکنن. این نظر من همه آدمو یکم هدف انقلاب ندارن، با جز نمیگه چیزی که فیک در همین صحیفه‌های مجازی که او بزنن گالسوک تو تا قطق شام خلیق چا من عجب کنه و من سیاست مدارم بغیر تفریق انداز دیگه من هیچ نمیبینم در صورت آدمو. فرقی نمیکنه بریم یا نازاتی یا 24 یا 25 یا هر حزبی که باشه، بغیر تفریقه یا یک گم هدف دیگه ندارم والله قسم.
اینمی باید هر کاری که ما خودمون بکنیم جایزه و دیگران باید که رب ما باشن، غلام ما باشن، هر چی ما گفتیم او اطاعت کنن، نپرسن که چرا این خشید چرا اون خشید. و مثل یک پای افضل و مثل یک لباس ته پوش باید دیگران استفاده کنن، همه باید اطاعت کننده یا باشه. ما هر چیزی دل مخواست بکنیم دیگران باید که اطاعت کنن، دیگران حق سخنگویی نداشتن، دیگران حق هیچ نداشته باشن. این چیز خیلی بده. وقتی شما هدف انقلاب داری، هدف داری که انقلاب کنی، حکومت رحمان رو چپا کنی، حالا چی فرق داره؟ من با این راه هم ای با او راه ای با این راه او یک از دیگه با او راه. هدف ما هم اشک هست، همیش برای ما مهمه. وقتی که نه تو باید که رنگ هم رحمان و باید قطعه اطلس بپوشی، باید این رشته تاریک کنی، باید جمعه بپوشی. رنگ رحمان و یگون چی فرق نمیکنه. شما رحمان و مردم از میکنه که تو باید قطعه اطلس پوشی که بعد توجیه قطعه کنی مچخلی پوشی یا نمیچخلی همه چیز مردم کار میگیری. و چی فرق داره؟ مردم آزاد باشن، چیزی که هدفش یکه دیگه چی فرق میکنه؟ او چی پوشیده دیگه چی پوشیده نیست، یا قطعی که چوی میخواد یا قطعی که سخن میکنه. اگه قطعی ما سرعت نگه، قطعی میتنگه، قطعی متنگه، امو دامو طرفدار رحمان چی فرق میکنه؟ شما هم طرفدار رحمان فهمیدن در همینجا قطعی مخالفا اگه نزدیک نمیشن که رحمان میبینه کارش نمیکنه، همون شما رو همون قطعی فلانی نزدیک نشه، قطعی فلانی سرعت نگه، قطعی فلانی تنگه. یا روز جورای سخت فردا رنگ مثلیگی دشمن اشدی رحمان موندگی با دیگران دشمنی کنی. شما ایزو نمیکشه، شما شرم حیا نداره. معلومه که هدف شما انقلاب نیست، هدف شما فقط تفریق انداختن یک گروه مردم از جنگ کردن درگیر شما را مثل رحمان و او چیکلی او پیشوا رحمان میگه شما را آقا نمیدونم سردار شیف باس همه چی چوپلوس شما باشن. با شما فرق کنه رحمانو او طرف و چوپلوس کنه برای رحمانو، این طرف یا ایده ما باید چوپلوس کنه برای شما. که حرف غلط هم گفتیم و بگیم این کار این هدف ما با انقلاب باید یه چیزا رو برداریم. ما هممون تاجیکستانیم، ما هممون برابریم، برادریم. اون نو واسه از ما هر اقلیتی که باشه قلقه لقه قزاق ترکه ترکمن عربه هممون تاجیکستانیم. تمام. او وقت حکومت رو گرفتیم اگر این چه باز کنه و ببینیم کی چقدر رای میگیره. همه چیز خیلی یک ناراحت کننده بود برای من. بله. پیشون آیا مثلا در اونجا نمایندگان کشورهایی که ملاقات میکنن میان میشینن در اونجا صحبت میکنن و همطوری که ما رفتیم در یا سیدین کشاده بودیم رفتیم اشتراک کردیم در باره قرقرقستان بود یک ملتی در اون قرقرقستان. بله. همون فضای مکالمه را شما چه خیلی احساس کردید؟ فضایی که بین مخالف، بین حکومت، بین مثلا نمایندگان اون اومدن، همون چگونه احساس برای خودت؟ این یک فضای درستی برای مکالمه اگر حکومت تاجیکستان بیا وجود داره که مثلا چنین یک مکالمه وجود داشته باشه؟ ما فکر نمیکنیم که رحمان بتونه که مثلا با مخالفا سر میز بشینه یک مثلا مکالمه کنه صحبت داشته باشه. ما فکر نمیکنیم کارا کنه، چون که رحمان همه مرزهای انسانی، اخلاقی، فرهنگی همه مرزها رو عبور کرده. اون دیگه یک چیزی که دیگه گذشته رفت دیگه او یک کم ترک تا زمانی که مثلا یک چند مرزی کارش رد نمیشید امکان داشت. الان عین حال ما فکر نمیکنیم که رحمان این کار انجام بده. برای خاطر ما فقط دنبال هم انقلاب باید باشیم که باید تونیم فقط به هر راهی که نباشه رحمان باید چپا شوه. قطعی او یگم چی معنی نداره. به همین خاطر یک کاری ما بکنیم که رحمان فقط خش نیاید. کاری ما وقتی ما با اینو تفریق کنیم رحمان فقط خش نمیاد کار آخرش میاد. وقتی ما تفریق داشت دبایمون و باید یک کاری کنیم رحمان چپا کنیم. برای همین خاطر بردارین مرزا را مثل انسان مبارزه ببرین که تو که با هدف برسیم. با نشه بعضا همینجا 25 سال 30 سال حیاتون بگذره سرمون سفید شه. میدونم بعضا نفرها هدف برگشتن ندارن، زندگی کامفورت دیدن با گفتی خچم کامفورت. نظر من یگم چی کامفورت نیست، باید مثل سگ بری کار کنی. برای او زندگی کامفورت باید میدونم که اونو اگه باید ترجیح بدن که مثلا بگن که ما بر بگردیم تاجیکستان. اکثرش متاسفانه در همه عقیده زنده چون من چیزی که ذکر کردی بسیار متاسفانه در مخالفای حکومت تاجیکستان واقعا دیده می شود که زیادی اشخاص آمدن در اینجا درخواست پناهندگی کردن و یک زمینه براشون ایجاد شد که یک خانه براشون بکنن
کمک از دولت براشون پول پیدا کنن. امروز متاسفانه از همون تاجیکستان یعنی که سفر کردن، هجرت کردن، مجاهدت کردن، دست کشیدن و در بر زناشون گرفتن و امروز بازم تفریح میاندازن. واقعا حرف درست است. ایشون اولای خود گفته که حکومت تاجیکستان تا اون یعنی آماده یگان مکالمه نیست، اما همون مکالمه بین نماینده ازبکستان و مثلا اون بچه‌ها در اوج شید و مخالفای حکومت ازبکستان فکر نمیکنی که همون یعنی مکالمه اونها یک فضای کمک آزادی را در ازبکستان نشان میده که نمایا اگرچه اونها نپذیرفتن خواستن برفتن ولی اومدن همونو به همونجا که ما دلیگات ازبکستان نماینده ازبکستان در همینجا خودش از یک ایده آماده جوابدهی و دیالوگ درست هستیم همین حرف زد. همین خودش نشان دهنده اون نیست که همونو آماده یعنی یک فضای کمک بازی در ازبکستان نظر و تاجیکستان این حال وجود دارد. شوکت میرزیوف یک کار کرده که مثلا نسبت به اگر شوکت میرزیوف مقایسه کنیم با اسلام کریموف نسبت به اسلام کریموف دیکتاتوریش شروع کرده که اما یک کرد نسبت به اسلام کریموف خیلی مثلا یا با برداشت دیگر خیلی کارها انجام داد با این خاطر یک کم تر اون یک سخنی میگفتنی داشتن. بعد پاکستان خیلی تنی تا کم بود مخالفت تاجیکستان الحمدلله که بیشتر هم هستن نه که مگر مخالفت تاجیکستان یک چیز دیگه ایده در همه کنفرانس های هم 54 دولت نمایندهاش میآید. وقتی شما دعوای مخالفت میکنید 54 دولت نمایندهاش همونجا شیشتگی های یک دیگر از میگریزین و کدام روی آدم من نماینده بریتانیا ما چرا باید سرمایه گذاری کنیم بالای مخالفت تاجیکستان در حالی که ایش یکدیگرش میگیره در حالی که روش با یکدیگرش سیاه در چیزی فکر من چرا باید سرمایه گذاری کنم چرا وقتی خیلی صرف کنم ما همه برابریم هیچ کدام تا همون بالا نیست که من هیچ کدام تو بالا نیستم گاستو قسم خلاص زد گادا دیگه نه یک مدام مخصوصی همه ما برابریم همه ما برادریم همه ما شهروند تاجیکستانیم میونم محکم واسه نکنه همون دیگه در یک جایی چپا کنده دیگه اگم روح دیگر نیست با نگاه ایمان نگاه بخواه ازبکستان هم خرگستان هم ده نفر سه نفری هم خیلی بودن که اونو را یک کم تر با نسبتی ما یک کم خوبتر شرایط ازبکستان شرایط قزاقستان یک کم نه خیلی خوبتر شرایط قزاقستان نسبتی ما. زنده باشی برادر عبدالحی بخشش وقت از یاد گرفتیم. سلامت زنده باشی. سلامت باشی. اگر نه برادر او باشه با اجازه ما کسی زنگ میشتر به نظرم. خدا نگهدار. برادر مشکل اینترنتت پیوست نمیشود بازم پرید. برادر غرمی سلام علیکم. ما با ایشان عبدالحی سفر داشتیم بخشش ایشان دیگه دردی دل کردن در این سفر وقتی که بار اول مبین مخالفان توجیک میره وارد میشه و در مبین مخالفای توجیک در یک منطقه‌ای که در یک سازمانی که در اونجا اینقدر قدم بزنی ایتا میبینی قدر قدم بزنی تا میبینی وقتی که پراکندگی و نپذیرفتن یکدیگر دیده میشود و چگونه میشود از یک تاجیکستان ادعا کرد که در اونجا ما یکدیگر را بپذیریم. من پیش از سفر برای یک برنامه کار میکردم که ما بتوانیم بالای یک استراتژی دقیق دست بیاریم که در آینده تاجیکستان مخالفا بالای یک نقطه اصلی اتحاد کنند و در خارج کشور اگر هر دردگیری که باشه این تاثیر به همون هدف اصلی بازگشت تاجیکستان تاثیر نرساند که ما در داخل تاجیکستان رفتیم با یک دیگر درگیر حتی نشیم، چون احزاب‌هایی بدن که در خارج کشور اتحاد داخل رفتن با هم در اونجا درگیر شدن و این بدتر از اون چیز است. و هم خاطر ایشان عبدالحی بار اول به طرف این فضا را دید کمی براش سخت‌تر بود که یک مخالف بیاید و برود با تو سلام نکند یا که با تو صورت نگیرد یا اینکه از تو فرار کند یا اینکه با هزار ارتباط‌های دیگر کمی یک براش سخت‌تر بود. بفرمایید برادر غرمی صحبت کنین. بخشش که وقت. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب تشکر میکنم برای این برنامه خوبتون. من هم خیلی دور اومدم گفتم یا سلام علیکم. خب یکم بار در برنامه اشتراک میکنم. خب
گفتنی هستم اگه دینا رکلام این وایت دیدیم بعد هم در شبکه‌ها که برمدن گفتیم اگه انیق نمیدونستم موز یک کمی سلوچای ندور اومدم کو ای کار اومدم چی ای بیرون که نگاه کردم که برنامه رفته شده خیلی گفتم یا بدون سلام علیکم نه که واقعا درست میگه وقتا خیلی آدم دلمونده میشه وقتی که در جامعه خیلی جایهای وای میروند مثال آدما مثال بین همدیگر میترسن که سلام کنه که مثال دیسیپلین این برنامه ما این است و هست ما باید که هدف ما یک باشه اما در اول اون که ما مسلمان هستیم انسان هستیم دوست هستیم تاجیکستانی هستیم بعد از اون خب او قانون و قاعده و دیگر تو مثال همین طریقه از این برادر گفت مثال پیش سلوچای نمیبراید حتی روی با گریز وای میکنه که مثلا سلام نکنیم که یکون شترف نشوم یا یکون گپ نشنوم ای مثال ای راهبر و این وای این خیلی باور که دلخوش کننده نیست برای همین ان شاء الله در آینده ها ما باید که آزادانه باید که هر یک حزب چی آدم آزاد همین دموکراتیه باید این باباش برای سلام علیکم این وای کنه هیچ اینجا یگون گواه پیوای نیست همین طریقه از همین گفت وقتی که این همه خیلی میکنن خیلی آیندهشون در تاجیکستان مثال منتظر است وقتی که در تاجیکستان میره مثال یا دیکتاتور تیار وجه تو اینجا تیار شده گرفتگی برای هوای نباید که ما بین همدیگری خصومت کنیم خب رفت و آمد باید داشته باشیم که امروز ما همه گپ داشتم زنده و سلامت باشید اینجا برنامه را از اول تماشا کنید ما در مهمونان برنامه کردیم درباره سازمانی همکاری و در اشتراک ما در اونجا صحبت کردیم حالا موضوع بعدی هم صحبت میکنن درباره مشکلات مردمی بدخشان که امام رحمان و این حال در اونجا در سفر قرار دارد ما از اول یک برنامه صحبت کردیم ولی بعد ایشون عبدالحی اومدن دیگه برای او کمک فرصت دادیم که در اینجا همه حرف بزنن برای همین شما همین سفر امام رحمان فروچ خیلی میپذیرید بعد از این قدر قتل کشتار زندان کردن در ولایت مختار کوهستان بدخشان و خودنمایی کردن ساختن 4 انشاءات مثلا یک مکتب یک حزب خلقی دموکراتی را چیشه در اونجا شد دفتر شد و علاوه بر این بود و اشتباه نکنم یک نیروگاه برقی ساخت و ده چیز دیگر خب این بیشترش خب از حساب پولی سرمایه گذارا بود ولی به هر حال یک چیزی کوچک پول بودجه دولت یا که حکومت بود شما چگونه میرم میپذیرتون یک کوتاه‌تر بگیم بعد خورشیم که وقتتون نگیره بله من رفتن همین جناب رحمان خود اونجا یک تحقیر نسبت همون مردم میبینم وقتی که مردم ما میبرای قتل عام میکنه 1 سال 2 سال پیش با میبرای با یه پررویی قطعی میرود در اونجا مردم در صحنه میبره با از همین پیشوا مثال بلیگویی میکنن مثال مترسیتویش میکنن این در همین اوج اعلا رسیدن دیکتاتوری خودش نشون میده که این انسان یگان مرز نداره فهمیدی فقط همو چیزی خواسته دل خودش وای میکنه تحمیل میکنه بالای روی انسان ها بالای زندگی انسان ها را میگه که این ایت زندگی که این دسترخوان تا ایت بدوز یا که این بستال سلطه این ایت بمان برای هوای وقتی که این سفر که بود هر کجایی که سفر میکنه این یگان خوبی نمیاره نه برای مردم یک گرانی هر یک سفر غرم رفت مردم اشغال کرد در یک جمعه میگه که مثال امروز میگه که دیگه کودکا را نبروره در اونجا با بعد یک هفته در جای دیگه میرن دیگه میگه که کودکا برمدیان بود در پیشش رقص بازی و اینوای دوران مثال همه انسان سخنش قابل باور نیست اعتماد نیست دیگه هر یک سخن میگه یا که به نظرش نمیگیرن یا که همه خیلی منافقانه سخناش هم میزنه برای پوبلیکا خیلی صدقاً گپ نمیزنه که مثال همو گفت دیگه کودک ما پرزیدنت چیک پرزیدنت گفت کودک ندیده است میبره در گرما و سرما مثال پیش من میبره وایشون میکنه خب عذابشون میکشه نگاهش میکنه با بعد یک هفته یا ماه یا جوره با میبینم کودکا برمدیان با دایره و با تولک و با اینوای مثال اینجا شهادت عیان میدید که همه سخنهای همه انسان رویو در همه سگ نمیگذارن سخناش یا که همه گپاش رویکی هن هوایکی هن فهمیدی مردم همه خیلی میگه که عمل و کار و کردارش به هم دیلی که خودش میخواه همون خیلی مقصد کودکو براین
پیشواز میگیرن. با که میگن مثلا ببینید واقعا اگر ما قسمی اساسی همین بحث رو نگاه کنیم در اون است که سفر یعنی رحمانوف در زمانه صورت میگیره که نوروزیت شدید در منطقه وجود دارد. مثلا ببینید پس از حوادثی که خونریزی که اکثریتی اهالی و جامعه همون شهروندی همون منطقه پشت زندان شدن، نوروزی شدن، اگه حکومت قوه به جایی که مکالمه کنه بیاد گفتگو کنه چیکار میکنه؟ از زور استفاده میکنه، مردم رو میبره زندان میکنه، میکشد و باز هم بعد میاد چیکار میکنه؟ بعد از یک دفتر مرکزی مطبوعاتی حزب خلقی دموکراتیک در اونجا میسازد، مکتب دیگر میسازد و میاد در اونجا نشان میدهد که توانمندی ساختن و سازش یک. ببین ما در اینجا مردم تاجیکستان فراموش کردن که ولایت مختار کوهستانی بدخشان یک مهمیت اصلی تاجیکستان است. بیشتری معدن‌های تاجیکستان در اینجا قرار دارند و علاوه بر این یعنی مرز اصلی که با دیگر مناطق یعنی مناطقش پیوست میکنند همین منطقه است و اگر که ما این منطقه را مهمیت اهمیت ندهیم فرهنگ ما از بین می رود. ولایت مختار کوهستان بدخشان از همون سعودیان قدیم که زبان خود فرهنگ خود تا ما همونا هستیم و دیگر نیست. اگر امروز این نوروزی جامعه تاجیکستان در همین ولایت مختار کوهستان بدخشان است، عین حال هم وجود اگرچه سرکوب شدن رنگ منطقه غرب دیگر مناطق ولی تا حال کمی از اونها وجود دارد. تمام نوروزیت ها موجود است ولی این می رود یک حزب دفتر حزبی سیاسیش رو که دفتر حزبی یک سیاسی این برای تبلیغ و تشویق همون حزب است، شخصیت است، دیگر چیز نیست. یعنی ببینید وقتی که یک ناحیه سفر میکند بار اول میرود دفتر حزبی سیاسی همون حاکمیت تشکیل میکند، در حالی که دفتر حزبی سیاسی از جانب رئیس حزبی دفتری همون باید ساخته شود که رئیس حزب اگر اشتباه نکنم کسی دیگر رو گذاشتن چندی پیش، خود رحمانوف از رئیس حزب استفاده داد. با این خاطر باید دفتر حزب رئیس حزب را باز میکرد. این که چیکار میکنه در اونجا؟ وقتی که ما میگیم که حکومت رحمانوف تمام تلاشاش برای یعنی واسطه استفاده و تعارف کردن، توصیف کردن، ایمیج سازی، صورت سازی و شخصیت سازی از رحمانوف است. یعنی تمام این کارهایی را که انجام میدهد فقط به خاطر یک نکته است که رحمانوف در جامعه نفوذ خودش را داشته باشد و حفظ کند که مردم توانایی دفاع کردن از حق خود، از حق هموطن خود، از حق همسایه خود را نداشته باشند. وگرنه مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان که یک ناحیه است که در اونجا دهمین روشان چند نفر به قتل رساند، مگر اونجا همین مادر کسی که در اونجا فرزند کشته شد، شوهر کشته شد، دختر زنی که بیوه شد، تغییر شد، امروز دیدن رحمانوف در اونجا خوش داره که باز برود با دهات چرسک و سرود و رقص و با هزار شی در اونجا چیکار کنه؟ خوشحالی کند. بدبختی همی است، بدبختی همی است. وقتی که اون ملت در متهم است همون ناحیه همون شهر، وقتی که وایورا تو برای بود دل برداری کنی و کنی برعکس نگاه میکنی که همون خواهش دل خود شد در اونجا تحمیل کرده شده، میگه که بروی فرق نداره، برویان مردم مرا پیشواز بگیرن برای من مداخله صدوخانی کنن. این با میگم که این نه در انسانیت، نه در شریعت، نه در یکون قانون این قبول نیست. زنده باشی برادر. تشکر از اشتراک در برنامه. امیدوارم که در آینده بتوانیم صحبت کنیم و در برنامه اشتراک کنیم. اینجا یگانه جایی است که ما در آینده و همیشه ان شاء الله پخش مستقیم میکنیم. ما تا امروز مشغول دیگر کانال ها بودیم و در اونجا برنامه را پیش میبردیم، ولی امروز کوشش میکنیم که با مرزی طریق از طریق سامانه جوانان تاجیکستان در تماس باشیم. زنده و سلامت باشیم برادر. اگر که چیز دیگر بفرمایید. نه که اما که گفتگو داشتم مثال دفعه یکم بود، مثال خواستم که بدونم یک مبارکبادیتون کنم مثال برای برنامه. زنده و سلامت باشید. زنده باشید. بله، در امان خدا موفقیت. دو برادر دیگه پیوست شدن، اینا رو پیوست میکنیم و ان شاء الله که بعد بازم کوشش میکنیم برمیگردیم به موضوع. برادر گو صبور بفرما. ببخشید اسمتون رو طوری نوشتین که مجبور شیم یادش چیش کنید. سلام علیکم. بفرمایید.
نفهمیدم چی گفتی حبیبالله برادر؟ گفتم بخشش که اسمتون طور نوشتین که دیگر به اون طور اسم مجبور شدیم نام ببریم دیگه. برادر مهاجر شما هستین؟ بله. من فکر کردم اون کسی از که نامش با صبور نوشته بود، فکر کردم اون است. بفرمایید اگر چه گفتنی باشین محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر. ام خواستم برادر محمد قطعی محمد امین قطعی عده سخن کنم که خیلی سپیتش نکنم برامد برادر ایوان. بفرمایید چی گفتنی داشت؟ برادر باور که چی بگیم دیگه، ای گفتنوی که چیزی که ما میخواستیم بگیم شما همش گفتیستین همین روزا. باور خدا برکتون بوده. و همون خاطر ما هم یک برادرای همین ملت تاجیک در گفتنیم که حرکت کنیم، همین خصوصا مثال رسی حرکت کنن بر بگردن خوبش خدا با وطن وضعیت روز بیزیب شده. همین چیزی که بچه خودم دیدگی را گفتستم، مثال وضعیت به حد بیزیب برادرو هرچی که کسی امکان داره بر بگرده با وطن. به خدا همون قومی برادرو میگن همین چیزو را. اکای محمد اقبال اینا مثال محمد تقای و فینه برادر حبیبالله مثال همین سخنهای خوب میگن همیو. باور که با فایده ما و شما یا نیکی برادرها یک کم تر دیگه با وضعیت به حد بیزیب میشود. و هم خاطر گفتنیم برادرها التماس بر بگردین، کسی که وزمانش داره مثال بر بگرده به وطن. همه قدر گفتنی بدون برادر حبیبالله الله نگهبان باشه، خداوند شما راضی باشه. زنده و سلامت باشید. که با خیلی علاقه داریم. مبارکی برنامه نو برادر. زنده باشین ان شاءالله که دیگر با حضور برادر قرار میگیریم و صحبت میکنیم ان شاءالله. برنامه سلامت باشین. الله نگهبانت باشه برادر. ان شاءالله خیلی با در همه چی تماشات میکنیم دارید. حتما ان شاءالله، حتما برادر، حتما ان شاءالله. خب خداحافظ. تشکر از برادر برای اشتراک در برنامه. امیدوارم که ان شاءالله بازم بتوانیم در آینده در برنامه اشتراک داشته باشین. و شبنم سلام علیکم. اوضاع هستن؟ اوضاع مرا میشنوین؟ میکروفونتون کشتگی است، خاموش است میکروفونتون. سلام علیکم. خوب هستی؟ خوبی؟ تشکر. در همین برنامه خونه تماشا دارم، نگاه دارم. بسیار یک موضوع خوب است که در همین برنامه خواستم یک دو کلمه حرف خودم در همین جا جاری کنم. گفتنی هستم که نفرایی که از حقوق انسان صحبت میکنن، حرف میزنن در کنفرانس های بین المللی که دایر به حقوق انسان هستند، اما خودشان در اصل حقوق شکنی میکنن و حقوق انسان پایمال میکنن. امیدوار هستم که همین حرف ما، صدای ما بر گوش هر یکی همین آدم ها رفته میرسند. ما امروز اپوزیسیون نداریم و یک دشمنی به همدیگر داریم. ما دوست یکدیگر نیستیم و دشمنی همدیگر هستیم. اگر که یک برده نان یکی از ما زیادتر خورد، حتما با او دشمنی میکنند و یک دشمن از داخل خود اپوزیسیا پیدا می شود. اگر خوب میشد که همین مردم خودش به خودش ساز میگرفت. پیش از آنی که حکومت یک حرف میگن، اول خودشون اثبات کنند. پیش از آنی که طلب حقوق انسان میکنند از حکومت رحمان، اول طلب از خودشون کنند که مناسبت خودشون رو به دیگران خوب کنند. همین کفایه می شود.
زنده باشه شبنم. واقعا حرف نقطه خوبی را ذکر کردید که متاسفانه یک یک برنامه درست و یک استراتژی دقیقی در احزاب‌های سیاسی امروز دیده نمی شود که برای آینده تاجیکستان باشد و اون یک دیگر فهمی و پذیرش یک دیگر را ایجاد بکند که در دایره اون برنامه اشخاص معین مشخص جمع شوند و مخالفایی که عین حال در خارج کشور باشند اون رو بپذیرند و پیش برند. امروز متاسفانه هر احزاب و هر حزب و هر شخصیت قدرت دیمن میگوید و از اون طریق چیکار میکند؟ میرد در جایهای زندگی میکند و فقط میاد در کنفرانس جرهای زندگی پول در میاد از راههای غیر قانونی و علاوه بر این میاد در کنفرانس از حقوق انسان صحبت میکند و یا اینکه قضاهای کیسگی را میاد های گوناگون و باز هم آنها همچون حقوق شناس همچون وکیل همچون یک نماینده احزاب سیاسی میان در یک جای اشتراک میکنند و هزارها کارهای غیر قانونی را نمیکنند. متاسفانه ما تا امروز با اون نقطه نرسیدیم که هر کسی که امروز از نام مخالفی تاجیک استفاده میکند باید یک نهادی داشته باشیم که اون را با جوابگری بکشد و با قانونمندی این زیر قانونش بیاد در زیر قانون جواب بده. و اگر این نقطه در آمدیم رسیدیم حتما از نام مخالف تاجیک سوء استفاده نمی شود و شأن و شرف مخالف تاجیک حفظ کرده می شود و ما درگیر یکدیگر نخواهیم شد. یک از سبب‌های درگیر شدن با یکدیگر این نبودن مسئولیت است، نبودن یک قانون دقیقی که اگر چون این کار کردی این جوابگری دارد. به همین خاطر من فکر میکنم که زیادی از کسایی که امروز به اسم مخالف به یکدیگر لطمه میزنن، ضربه میزنن، همین است، یعنی بدون مسئولیت ماندن و رئیسان آنها در احزاب‌های کی وجود دارند، احزاب‌های مخالف، باز هم از همین کارهای غیر قانونی آنها دفاع میکنند متاسفانه. ولی من امیدوارم که این روند تغییر پیدا میکند، ساز میشود و ما میتوانیم یک انقلاب درست در داخل تاجیکستان باشیم و این خس و خاشاکی که امروز به اسم مخالف یک تعدادش خودش گذاشت از بین کنار می روند و فرزندان اصیل تاجیکستان به تاجیکستان برمیگردند، چون اون اشخاصی که به این گونه هدف هستند اونا تاجیکستان بر نمیگردند و هدفشون اینجا ماندن است و برای بقای ماندن این کارها رو انجام میتین تا اینی که خودشون اینجا باشند و فضای اقتصادی و اجتماعی مردم تاجیک در خارج کشور مخصوصا در اروپا زیر کنترل خود داشته باشند. نقطه حرفی که زدی اثر دارد، درست است یک تعداد شبنم. تشکر زیاد عبید جان. خدا حافظ، خدا نگهدارت باشد. موفقیت برای شما. زنده باشید. در بلند باشید. موفقیت. برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم، ما برمیگردیم به موضوع بدخشان و اینجا یک نواری داریم از سفر امامی رحمان به ولایت مختار کوهستانی بدخشان و این نوار رو ما به سمت شما میگذرانم و بعدا ان شاء الله که صحبت بازم ادامه میدیم. این نواری که این حال شما میبینید نواری است که امامی رحمان در شهر خاروخ، ما از راشقله زیاد صحبت کردیم و برمیگردیم به شهر خاروخ. ببخشید دوستان، به شهر خاروخ برمیگردیم و این ویدیو رو تماشا میکنیم و برای سفر امامی رحمان به شهر خاروخ صحبت خواهیم کرد. ما در راشقله زیاد گفتیم و برمیگردیم به شهر خاروخ. اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ملت محترم امامی رحمان در دایره سفر کاری به ولایت مختار کوهستانی بدخشان به مرکز ولایت شهر خاروخ تشریف آوردند. رهبریت ولایت و ساکنان شهر خاروخ پیشوای معظم ملت محترم امامی را در مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان با صمیمیت خاص استقبال گرفتند. دوستان و هموطنان عزیز، همونطوری که ببخشید نوار در اینجا نیست، من نوار دیم باره من نمیفهم اینجا بله نو جدید. همونطوری که شما در نوار میبینید دوستان و هموطنان عزیز، ببینید همین رحمانوف بازم همین فضا را شما با دوباره میبینید، همین فضایی که در ناحیه راشقله ما شما دیدیم در شهر روشان، فضایی که تمام مکتب بچگان رو جمع میکنن. شما یادآور میشیم که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان اهالی زیاد زندگی نمیکنه، یک از کمترین مناطقی است که اهالیش کمتر است، یعنی بزرگترین مناطق تاجیکستان است ولی کمترین اهالی دارد. ولی به علاوه همین ببینید مکتب بچگان رو جمع کردن
در میدان برای پیشوازی یک انسان خونخواری که اینجا آمده از 10 نفر رو به قتل رسانده است و 10 نفر و پدران اینها بزرگان اینها رو در زندان کرده است، باز آمده است اینجا اینها رو مجبور میکنه برای پیشوازی. علاوه بر ضمن همه این خودش همین اولی سال باز هم اقرار کرد که برادرها و هم مراجعت کرد که از مکتب بچگان از دانشجویان استفاده نکنید، در یگان ملاقات ها آنها را نیارید. حالا در مقابل حرفای خودش میبینید که بیا یک دیگه با هم میبینیم که در مقابل حرفایی که در اول این سال زده بود که دیگر نشست ها این بعد از جشن استقلالیت بود دیگر این کارها نمی شود و کسی را چکار نمی کنن با ملاقات نمیارن. رئیس ناحیه باید از دانشجو استفاده نکند، از طلبه های مکتب استفاده نکند و در ملاقات های اینا را نیارید. بیایید ببینیم که چگونه رحمانوف دروغ میگوید و زبان بازی میکند. ما آیا پیشوا بیا که توی زیونی شماست در همه جا، شما که روح و روانید بخی ملت ما، بیا به دل ما که هست جای شما. الها هر کجا باشی مددگارت خدا باشد، خدا در هر مسیر برایت متکا باشد. اگرچه غرقه حکم خزان بدخشان است، درونی دیده ز دیدار تو بهاران است. زتا به نور تو ای شمس بخت در کرسار، بهار چهره خرد و کلان گل افشان است. تو باشی بود کنارت ملتی ما در امان باشد، کنارت تاجیکستانی عزیزم جاودان باشد. همین نکته را یک بار نظر کنید دوستان و هموطنان عزیز و گرامی قدرم که در اینجا میگوید بیایید که بدخشان با آمدن شما در امان باشد و تاجیکستان با حضور شما جاودان باشد. نکته های را شما خوب دقت بدهین، خیلی عمیق دقت بدهین که کسی که 10 نفر را به قتل میرسانند، ولایت را به خاک یکسان کرد و امروز چگونه از اون در اینجا ملاقات میکنن. آیا این خنجر زدن به اون مادری که فرزندش را از دست داد نیست؟ این خنجر زدن با اون بیوزنی که شوهرش را به قتل رساندی نیست؟ این خنجر به همون مادر گلبدین نیست مگر که گلبدینی که هیچ کار نکرد، از خواهر یک بدخشانی، از دختری بدخشانی در مقابل یک پلیس ظالمی تو دفاع کرد، ناموسش دفاع کرد، آمدی به قتلش رساندی. این خنجر زدن به دل همون مادر نیست؟ تابوت پسری همون در میدان شهری خاروق 3 روز نگاه داشته شد، به خاطر عدالت برقرار شدن بر روی عدالت توف کردی و امروز باز میاد سنگر و رقص و سرود و پیشوا و فلان بیسمدان. همین توف کردن و خنجر زدن در مقابل همون مادر نیست؟ توف بر روی هر گونه اشخاصی چاپلوسی که در بدخشان امروز آمدن شعر میخوانند در مقابل این دیکتاتور، همین کثافت چیکار میکنن؟ تعریف توصیف میکنن. توف بر رویتان. اون مادر گلبدین امروز چیکار دارد؟ خون میگیرید، گریه دارد، در یک جا نشسته اشنامی میپوشد که صدای موسیقی بلند این کثیفان به گوشش شنیده نشود، نرسد. هزارها اشخاصی که امروز شوهراشان به جرم اونه که آنها در تظاهرات اشتراک کردن در زندان دوشنبه و دیگر زندان ها زیر ظلم شکنجه قرار دارند، این انسان‌هایی که زیر ظلم قرار دارند، چگونه شوهر زنهای آنها رو نگاه میکنید؟ چگونه مادرهای آنها رو شما نگاه میکنید؟ چگونه فرزندان آنها رو در مکتب فردا باهاشون درس میخوانید؟ تو مگر وجدان داری که فرزند همسایت از روی همین کثافت یتیم شده است یا اینکه پدرش زندان شده است؟ فردا بیاید در پیش و تعریف توصیف کنید که من در پیش امام علی رحمانوف پیشوای دروغیان برمدم سرودخوانی کردم. ننگ و ناموس برای شما وجود ندارد؟ وجدان مگر ندارید؟ حیف بر شما، حیف بر شما که چنین کارها دست میزنید. حیف بر شما که چنین یک انسان خونخوار را در ولایت چنین ملاقات میکنید.
خوش آمده پیشوای معظم ملت. بخشش دوستان من مجبورم اینجا ایرا خاموش کنم یک لحظه، به خاطر که وقتی که رکلام میدید بعدا نمیفهمم، بعدا ما را میبندن. بیا اینا من اینو برای شما بیارم. بشکفته مردم خوشا هموطنان عزیز، همونطوری که شما میبینید از طلبگان زیادی در اینجا استفاده بود در مقابل همون جایی که خود رحمانوف گفته شد، یعنی حرفی دروغ و بهتان، حرفی که برای مردم آب چشید و چشم مردم که دیگر تجمع این مردم نمی شود و مردم را برای استفاده پیشوازی راهبران و یا اینکه به اسم رئیسان و پیسان استفاده نمی کنند. اما همونطوری که شما میبینید واقعا در نوار خیلی بزرگ دیده می شود. ما این سرود و سرودخوانی، این مداحی خوانی را برای شما نمیگذاریم، زیرا شاید در بدخشان تعداد از اشخاص ها برای بدخشانی همطوری که میبینید در اینجا اشتراک کردن و توف کردن در مقابل آن فرزندان فرزانه تاجیک و بدخشانی که توانستند در مقابل همین حکومت، در مقابل همین حاکمیت در 2021 به میدان بیایند و ماها در میدان بمانند، مبارزه ببرند تا اینی که عدالت برقرار کرده بشود. اما همونطوری که شما میبینید اینها آمدن اینجا رقص و سرود میخوانند تا اینی که گوش این موسیقی به گوش هزارها فرزند اون پدران، زنی اون کسانی که زندان شده است و فرزندان اون کسانی که شهید شدن چیکار کند رسیده شود. این شهر را شما اگر ببینید در یک مناطق خیلی کوچک از عقبه دارد و هر سرودی که اینجا خوانده می شود صداش به کل بدخشان و اون شهر خاروق رسیده می شود که به گوش هر یک خانه ای که غم دارد، در ذلت قرار دارد، امروز از روی ظلمی همین بدبختی اومد رحمانوف، ببینید که باز هم این کار ادامه داره. بیا ما این مدعای خانه رحمانوف نمیذاریم، ما برمیگردیم میریم به صحبتی 12 اکتبر به صحبتی خودی همین پیشوای چاپلوسان تاجیکستان. زالی تحلیل نموده در دوام هم زیاده کردم، سبزواتش بیشتر به پایتخت مملکت رفته ایستاده است. اصلا هم خودتان تامین ولایت، هم نایه روشان، هم ولایت، هم زیاده از 20 جای کاری، 20 عائله صاحب بدان و سبزوات استحصال کرده ایستاده است که از لحاظ صفتش در جمله جای اول را میگیرد. حاضر ما دیدن کردیم کاری نمیشدگی نیست، می‌آید. رحمتی کلام شما اومد صاحب کار را در یک جای سلام علیکم. با استفاده از سیاست به همه صاحبکاران، سرمایه‌گذاران، شخصان سخاوت پیشه، ساکنان ناحیه که در کارهای آبادانی و بنیادکاری سهمی وطن دوستانه گذاشته ایستادند منتداری بیان می‌نمایم. سلامت باشید. این از میوه شادبار استقلالیت و آزادی و تنجی و آرامی صلح و ثبات کامل سیاسی نشود بود. حاضر ما یک دیگه دور است. رفتیم یک چند کارخانه، گرمخانه و دیگر افتتاح کردیم. قایسه تاجیکستان آباد بشه. شهرهای بین المللی قلعه خم ونج سرحد روشان امروزها تطبیق آن با صورت ادامه دارد. یعنی سال آینده ما این شهرها را تا سرحد ناحیه روشان افتتاح نموده
برای به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان محبوبمان لایحه‌های میبرده را عملی می‌سازیم. همچنین راه‌های روشن تا دهه ورشیز ناحیه شغنان 235 کیلومتر، از ورشیز تا گذرگاه کلمق قرسو 300 کیلومتر لایحه‌های مهمی میباشند که حکومت مملکت حالا جهت دریافت سرچشمه‌های مبلغ‌زایی برای کارهای لایحه‌کشی آنها کاربری کرده ایستاده است. ارزش لایحه بنیاد از نوسازی راه قلعه خون و سرحد روشن 2.5 میلیارد سامانی و دو لایحه دیگر ذکر شده، یعنی روشن دهه ورشیز ناحیه شغنان و ورشیز گذرگاه کلمق قرسو 8.3 میلیارد سامانی. خب دوستان عزیز، بیا ما این نوارها را نمیمونیم، وقتمون هم طولانی شد. همطوری که شما میبینید برادران و خواهران گرامی، متاسفانه ما از جانب امام علی رحمانوف حرفایی نمیشنویم که در آن دروغ و تهمت و بهتان نباشد و باز هم وعده های پوچی که هزار سالها، یعنی 30 سال میشه در حاکمیت است و وعده خالی برای ما و شما هر روز میدهد، ولی میبینیم که هیچ وعدهش عملی نمیشود و هر حرفی میزند حرفش دروغ است. و یک وعده دیگر داده بود که یک راه ترانزیتی دیگر از دیگر طریق میسازد، بنبست ترانزیتی یا این بنبست راهی از بین میرود و ما میتوانیم یک بنبست خوبی داشته، یک راه خوبی داشته باشیم، بتوانیم با دیگر کشورها همون تجارت خودمون رو وسیع کنیم. اما میبینیم که رحمان بازم دروغ میگوید و پیشبردی در روند اینها نیست. هموطنان و همدیران عزیز و گرامی قدرم، همونطور که من در اولی برنامه برای شما گفتم، باز هم اشاره میکنم که امام علی رحمانوف چنین ساختمان انشاءات ها را ساختن، مخصوصا در ولایت مختار کوهستان بدخشان، در ناحیه راشقلعه در شهر روشن که دفتر مطبوعاتی حزب خلقی دموکراتیک مربوط خودی حزب حاکم است و علاوه بر این یک مکتب دیگری ساختن. اینها همش برای خودنمایی، تعارف، توصیف کنی، برای چهره سازی خانواده رحمانوف و برای تقویت بخشیدن نیروی سیاسی امام علی رحمانوف در ولایت مختار کوهستان بدخشان برنامه‌ریزی کرده شده است. و این صحبت‌ها و این سفرهایی که می‌بینید همش به خاطر همون تهیه است. یعنی همین طوری که سال 2010 در ناحیه رشت رفت همین کار را انجام داد، در خوجند همین کار را انجام داد و در دیگر مناطق تاجیکستان به خاطر برقرار کردن نفوذ سیاسی خانوادگی و همون بردگی که ایشان در برنامه دولت دارش دارد برای برقرار کردن همین چیز است و از این چیزی دیگری برای آینده تاجیکستان، برای آینده ملت، برای آینده مردم تاجیکستان در نظر گرفته نشده است و برای همه ما و شما دروغ میگوید. همین طوری که ما اسمی برنامه و عنوان برنامه رو گذاشتیم قدرت و حقیقت، برادران و خواهران عزیز و گرامی، ما از اولی برنامه مهمون ها رو دعوت کردیم و صحبت داشتیم و علاوه بر این ما در اینجا از حقایقی که در تاجیکستان است و در قدرت تاجیکستان است و سهم ما در قدرت تاجیکستان و رسانیدن علم، دانش و فرهنگ و آگاهی سیاسی به مردم کمک برسانیم، بتونیم که کوشش کنیم آینده قدرت تاجیکستان را به مردم و مردم تاجیکستان را به قدرت و حقیقت را در اینجا پیاده کرده و عدالت را پیاده بسازیم و پیش بریم. دیگر وقت شما را طولانی نمیگیرم، از زیاده از 2.5 ساعت می شود در بخش مستقیم قرار داشتم. از همه شما برای اشتراک در این برنامه تشکری میکنم و امیدوارم که ما میتونیم در آینده برنامه‌های دیگری داشته باشیم و مخصوصا من روزی سه شنبه بازم برنامه دیگری دارم. همه شما را به برنامه خود دعوت میکنم که بیاید در برنامه‌ها اشتراک کنیم و ما و شما بتوانیم که در یک فضای دوستی و هموطنی صحبت کنیم و بحث کنیم و کاری کنیم که برای آینده ملت و کشورمان مفاد بیارد، فایده داشته باشد و زخم و خنجری برای ملت و کشور و احتمال این کشور نزند. برای همین برادران و خواهران عزیز گرامی امیدوارم که ما با کمک یکدیگر، همین شما مرا امروز خیلی کمک کردید، من کانال من که کمی خاموش است چند مدت میشه در اینجا ما پخش مستقیم نداشتیم، بازم شما کمک کردید، امروز کمی پخش مستقیم بیشتر شد و این امیدوارم که در آینده بازم میتونیم فضا را برای شما بیشتر ایجاد بکنیم که بتوانیم افکار سیاسی، آگاهی سیاسی و علمی از این برنامه ما برای خود بردارد که برای آینده زندگی شما فایده آور باشد، برای آینده تصمیم گیری شما در ساحه چی سیاسی باشد، اقتصادی باشد،
تاثیرگذار باشد و ما داشته باشیم در روند زندگی شما و در روند دولتداری تاجیکان و تاجیکستان در آینده. شما را دیگر باقی به خدا میسپارم. پروردگار همیشه شما را در امان و در حفظ خودش نگه بدارد. من بودم با شما عبیدالله سیدی در برنامه قدرت و حقیقت. سلام علیکم. خدا نگهدار.